أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. در آیات گذشته سلسله دلائل نقلی از انبیاء و پیامبران گذشته بود. در این آیاتی که تلاوت گردید دلیل پنجم هست، دلیل پنجم نقلی از پیامبر خدا سیدنا شعیب علیه و علی نبینا الصلاة والسلام. خداوند عزوجل شعیب را به سوی مدین فرستاد. مدین با فاصله از تور قرار داشت و حضرت شعیب علیه السلام هم از طریقی از اولاد حضرت ابراهیم علیه السلام بود، از بنی اسرائیل نبود. اما ابراهیم علیه السلام غیر از اسماعیل و غیر از اسحاق دیگه فرزند داشت که مفسرین نوشتن شعیب از طریق اونها از اولاد ابراهیم علیه السلام بود. به سوی مدین ما فرستادیم برادرشان شعیب را
شعیب علیه السلام مثل انبیاء دیگر دعوت توحید و دعوت یکتاپرستی دادند. قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، فقط الله را پرستش بکنید ای قوم من، چون که ما لكم من اله غیره، هیچ اله و هیچ معبودی برای شما غیر از الله عز و جل وجود ندارد و نیست. دلائلی و معجزاتی که حضرت شعیب علیه السلام با خود آورده بود، اونها را عرضه می کند قد جاءتکم بینة من ربکم، بینه دلیل و حجت از جانب ربتان برای شما آمده، لذا شما فقط خدای یگانه را عبادت کنید. قوم شعیب علیه السلام یعنی اهل مدین، اونطوری که از آیات معلوم میشه، دو تا مرض داشتند، دو تا مشکل داشتند. یک مشکلشون شرک بود که عمدهش اینه، دومین مرضشون فساد در بازار بود و خیانت در معاملات بود. در کیل و وزن خیانت میکردند، وقتی که با مردم داد و ستد میکردند خیانت میکردند. کیلی که میکردند و وزنی که میکردند به ظاهر چیزی دیگه بود، در باطن چیزی دیگه بود، کمتر از اون چیزی که حق مردم بود میدادند. لذا بعد از اون مشکل شرک که اون را شعیب علیه السلام گوشزد کردن، این مشکل را هم بیان میفرماید و اوفوا الکیل والمیزان. پس دو تا انقلاب شعیب میخواست بیاره، دو تا تغییر و دگرگونی میخواست بیاره. یکی انقلاب قلبی و فکری بود که فکرشون را و اعتقادشون را و دیدگاهشون را عوض بکنه، و دوم انقلاب عملی بود که فساد در عمل داشتند. فرمود فاوفوا الکیل والمیزان، پس شما کامل بکنید کیل و وزن را، ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، و کم نکنید در مردم در چیزهایشون، ای لا تنقصوا حقوقهم، حقوقشان را ندهید، کم نکنید. حقوق مردم از نظر کیل و وزن، الان بسیاری از مواردی میتونه در این باشد. هر حقی که مال کسی بر ما هست، ما اگر اون را کوتاهی بکنیم، این کوتاهی در این خیانت حساب میشه و اینم کوتاهی در اون حق مردم هست. علما نوشتن مثلا ما وقتی که جای قرارداد میبندیم به عنوان کارگر برای 8 ساعت کار بکنیم و در مقابل 8 ساعت فلان مبلغ را بگیریم، اگر ما به جای 8 ساعت 7 ساعت کار بکنیم، 6 ساعت کار بکنیم، خودمون را به این طرف اون طرف مشغول بکنیم و کار نکنیم، اینم نوعی خیانت هست در حقوق مردم. اگر مثلا ما مدرس حوزه هستیم، کارمند اداره هستیم، هر کاری که ما میپذیریم و در اون وظیفه‌ای که برای ما از سوی اون اداره تعیین شده در اون وظیفه ما کوتاهی بکنیم، این خیانت در حقوق است. پس کیل و وزن را منحصر در همون دو مورد ندانید، هر چی میتونه که جز مصادیق این کیل و وزن باشه. به همین خاطر میگیم ولا تنقصوا حقوقهم، شامل همه حقوق بشه. قراردادی که با هر کیفیتی با هر کمیتی میبندید، باید اون کیفیت و اون کمیت را تکمیل کنید و اگر کمتر از اون کردین، این میشه که تطفیف، ویل للمطففین، که اونجا انشاءالله بیشتر صحبت میکنیم. لذا مفسرین گفتن ولا تنقصوا حقوقهم، حقوقشان را شما در حقوقشان نقص و کوتاهی نکنید. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، و شما در زمین فساد نکنید بعد از اصلاح زمین، یعنی بعد از اینکه خداوند رسول را فرستاد قبل از شما و رسول آمدند
مردم را هدایت کردم، هم از شرک نجات دادن، هم از بدعملی و فساد عمل نجات دادن. دوباره شما فساد به راه نندازید، هم با شرکتون و هم با فساد عملتون. ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین. ای قوم این برای شما بهتر است اگر شما مؤمن، یعنی ایمان تقاضا میکنه شما این انجام بدید. این خیریت به اعتبار دنیا و آخرت است. ببینید در کیل و وزن وقتی خیانت نکنید دنیایتون اصلاح میشه، شرک نکنید آخرتتون اصلاح میشه و هم دنیایتون. پس والمراد بخیریت ما یشمل امر الدنیا والآخره. ای ذالکم خیر لکم فی الدارین بشرط ان تؤمنوا ان کنتم مؤمنین، بشرط ان تؤمنوا. اگر ایمان داشته باشید و به این دستورات من شعیب شما عمل کنید، دنیا و آخرت شما بهتر میشه. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله. یکی دیگر از مشکلات قوم اضلال بود. اضلال، یکی ضلال یکی اضلال. گمراه شدن، گمراه کردن. خودشون هم گمراه بودند، دیگران را هم گمراه میکردند. اون تذکری که ابتدا شعیب داد برای ضلالشون بود و این تذکر برای اضلال است. ای قوم من ننشینید بكل صراط، در هر راه، در مسیر راه. توعدون ای تخوفون، که مردم را می ترسانید. و تصدون عن سبیل الله، و باز می دارید از راه خدا. کی را؟ من آمن به، کسی که ایمان به خدا میاره، کسی که ایمان به توحید میاره. اون از راه خدا می ترسونید، اون را تهدید می کنید. و تبغونها عوجا، و می طلبید در آن کجیرا. یعنی اینه که بعضی گفتن تبغونها عوجا منظور با شبهات است، با القاء شبهات بنویسید. شما شبهات القا می کنید، شما مردم را دچار شک و تردید می کنید تا مردم به بیراهه برند، به انحراف برند. شما در مسیری که مردم انتخاب کردند، شما در اون مسیر میخواید انحراف بیاد. پس اینها چیکار میکردند که میفرماید ولا تقعدوا بكل صراط؟ مفسرین نوشتند اینها سر راه می نشستند، اون مسیرها و اون راههایی که به شعیب می رسید و به شعیب منتهی می شد، می نشستند و هر کسی می خواست به پیش شعیب بره اونو می ترسوندند و شبهات القا می کرد. می گفتند دروغ میگه، این واقعیت نداره، فریب نخورید. این اضلالشون بود، گمراه کردن مردم، کارشون این بود. چنانچه ما در قرآن کریم در آیاتی میخوانیم که مشرکین مکه همین کار را با رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام میدادند. حتی ابو جهل ورودی های مکه را تقسیم کرده بود. راهایی که به مکه وارد می شدن مردم از شرق، از غرب، از شمال، از جنوب، از هر مسیری تقسیم کرده بود. یکی را اونجا می نشاند که هر کس که وارد، اونقدر مردم که زیاد نمی آمد، محدود بودند، هر کس که می آمد می پرسید کجا میری و بعد به اونها تذکر میداد. ببینید پیش این فردی که تازه ادعا کرده نرید، این چنین است، چنان است، داره این اوصاف است. عقیده مردم را و دیدگاه مردم را نسبت به رسول الله میخواستند عوض بکنند. اینها هم همین کار را میکردند. چنانچه امام قرطبی رحمه الله نوشته کانوا یقعدون علی الطرقات المفضیه الی شعیب. اینها می نشستن بر اون راهایی که به شعیب ختم می شد، منتهی می شد. فیتوعدون من اراد المجیء الیه، و وعید می کردن، تهدید می کردن کسی را که اراده رفتن به سوی شعیب داشت. و یصدونه
باز می داشتند. و یقولون انه کذاب فلا تذهب الیه، نرو، کذاب هست. مردم را و دیدگاه مردم را عوض می کردند. کما كانت قریش مکه تفعله مع النبی صلی الله علیه و سلم و هذا ظاهر. قریش مکه همین کار را با رسول الله می کردند، این هیچ پوشیده نیست. لذا شعیب علیه السلام به قومش این تذکر را هم میده. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبیل الله، ننشینید به هر راه، یعنی در مسیر راه توعدون، شما مردم را بترسانید، و تصدون عن سبیل الله، و باز دارید از راه الله. من آمن به، هر کسی که ایمان به خدا آورده، و تبغونها عوجا، و بطلب در آن راه خدا کجیرا. واذكروا اذ كنتم قلیلا فکثرکم، این ترغیب است. ببین خدا به شما چی داده، چه جمعیتی، چه مالی. یاد کنی زمانی که شما اندک بودید، فکثرکم، خداش به شما زیاد داد. یا عدد منظور است، جمعیت یا مال، هر دو مراد میتونه باشه. وانظروا کیف کان عاقبت المفسدین، ببینید عاقبت و انجام مفسدین قبل از شما چی شد، چی بود. لذا شما درس بگیرید، شما ادامه ندید خیانت را و فساد را. و این کان طائفة منکم آمنوا بالذی ارسلت به، اگر یک گروهی از شما به پیامی که من آوردم و پیامی که من فرستاده شدم ایمان آورده. پیام شعیب چی بود؟ توحید، یکتاپرستی، اعبد الله ما لکم من اله غیره. اگر یک گروه ایمان آورده و طائفة لم یؤمنوا، و گروه دیگر ایمان نیاورده و ایمان ندارد، فاصبروا حتی یحکم الله بیننا، شما صبر کنید تا که خداوند بین ما فیصله بکند. این در واقع وعید هست، تهدید هست. منظور اینه که فاصبروا حتی یقضی الله و یفصل بیننا، خداوند فیصله بکند و قضاوت بکنه بین ما. و یعز المؤمنین المصدقین و ینصرهم و یهلک المکذبین الجاهدین و یعذبهم. تفسیر خازن، مؤمنین را نصرت کند، مکذبین را الله رسوا کند. صبر کنید. و هو خیر الحاکمین، بهترین فیصله کننده هست، بهترین قضاوت کننده هست. پس این تبلیغ شعیب بود، این بیان بلیغ شعیب بود. اما اناد قوم، قال الملأ الذين استكبروا من قومه، اناد قوم گفتن ملأ یعنی درباریان، سرداران، آنانی که استکبروا من قومه، تکبر کردن از قوم، و اصروا علی الکفر، اونهایی که بر کفر اصرار ورزیدن، ادامه دادن کفر شرک را، اونها تهدید کردن. لنخرجنک یا شعیب، حتما ما اخراج میکنیم، شما را بیرون میکنیم ای شعیب، نه تنها شما را، تمام پیروان شما را. والذین آمنوا معك من قریتنا، آنانی که ایمان آوردن با شما، ما همه شما را بیرون میکنیم. من قریتنا، از قریه خودمان، مدین. او لتعودن فی ملتنا، یا شما برگردید به ملت ما، به دین ما، به همون دین شرکیه. قال اولو كنا کارهین، جواب شعیب فرمود آیا برگردیم گرچه ما نپسندیم، گرچه خوشمون نیاد از اون دین، به حالت اجبار. اولو کنا ای
ان نعود فی ملتکم ولو كنا کارهین. قبل از همزه استفهام نعود فی ملتکم چیه؟ مقدره. آیا به دین شما برگردیم گرچه ما اون دین را ناپسند داشته باشیم، دوست داشته نباشیم؟ ای کارهین لها کلا ثم کلا، هرگز نه، اینطور نمیشه، ممکن نیست. قد افترینا علی الله کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا الله منها. اگر ما به اون دین برگردیم پس ما افترا گفتیم بر الله عزوجل، افتراء دروغ. بعد از اینکه خدا ما را از اون نجات داد به دلیل توحید، به دلیل نشان دادن راه درست، اگر ما برگردیم ما مفتری شدیم، ما خلاف گوینده شدیم. و ما یکون لنا ان نعود فیها الا ان یشاء الله ربنا. برای ما مناسب نیست، سزاوار نیست که این اعاده بکنیم، عود بکنیم، برگردیم به اون دین شرکیه، مگر خدا بخواهد که رب ماست. الا ان یشاء الله ربنا. این چرا شعیب گفت؟ ببین عزیزان، این برای تردد در خاتمه نیست که شعیب مثلا در خاتمش شک داره، شاید ما نمیدونیم خاتمه ما چی میشه، نه، بلکه این برای اظهار عجز هست. یعنی ما خودمون تصمیم گیرنده نیستیم، ما خودمون توانی نداریم، ما که نمیخوایم برگردیم، البته در مقابل قضا و قدر الهی عاجزی. به این معنی هست، یعنی با قوت و با قدرت تمام داره چی میکنه؟ رد میکنه که من به هیچ صورت بر نمیگردم. یه وقتی این غروری حساب نشه، لذا عجز خودش را هم نشون میده که هر چی که رب ما بخواهد، یعنی ما در مقابل تقدیر رب عاجزیم، اما ما خودمون بر نمیگردیم. پس این الا ان یشاء الله ربنا برای تردد در خاتمه نیست، برای اظهار عجز در مقابل فیصله الهی هست. وسع ربنا كل شيء علما. این علت است، رب ما علمش در بر گرفته هر چیز را، در بر گرفته رب ما از نظر علم، یعنی علمش هر چیز را در بر گرفته. علی الله توکلنا. این هم تقدیم ما حق و تأخیر. فقط بر الله، فقط بر الله ما توکل کردیم. این رفع عجب است که ما از خودمون چیزی نداریم، فقط بر الله. بعد از اون شعیب علیه السلام حجت را وقتی که تکمیل میکنه، سخن را تکمیل میکنه، استدلال تمام میشه، حال از رب میخواد که فیصله بکنه. مسلک الانبیاء فی مسئله الدعاء. البته بعد از سالها، بعد از مدتها تبلیغ، آخر قوم تهدید میکنه. مفسرین نوشتن شعیب علیه السلام از پیغمبرانی بود که در عبادت و بالخصوص در نماز معروف بود. در قرآن هم هست که اصلاتک، قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. این نماز، چون شب و روز نماز میخواند، این نماز تو را دستور دادی که ما این دو کار را بکنیم، معبودان پدران خودمون را ترک بکنیم و در اموال خودمون هر چی که تو میگی بکنیم، یعنی در کیل و وزن. پس نماز شعیب را مسخره میکردن. لذا شعیب علیه السلام بعد از اینکه به تنگ آمد و مایوس شد از قوم، بعد از نمازی این دعا را کرد: ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق. چنانچه قرطبی نوشته قال ابن عباس و کان شعیب کثیر الصلاة.
شعیب خیلی نماز میخواند. فلما تمادى قومه فی کفرهم و غیظهم، وقتی که ادامه داد قوم در کفر و در غیظ خودشون، در عداوت و دشمنی خودشان، و کان و یأس من صلاحهم، از اصلاح اونها کاملا ناامید شد. دعا علیهم فقال ربنا افتح بیننا، لذا دعا کرد. مسلک الانبیاء فی مسئله الدعا، از الله میخواند، خودشون نمیگن ما قدرت داریم که زمین و آسمان را به هم بریزیم. دعا کرد. فاستجاب الله دعاه فاهلكهم بالرجفه، الله دعایش را پذیرفت، این قوم را به وسیله رجفه و زلزله‌ای که در زمین اتفاق افتاد الله هلاک کرد. لذا دعا کرد ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، بار الها فیصله بفرما بین ما و بین قوم ما بحق، فیصله بفرما. و انت خیر الفاتحین، تو بهترین فیصله کنندگان هستی. وقال الملأ الذين كفروا من قومه، باز هم اذلال رؤساست. وقال الملأ الذين كفروا من قومه، ملأ و سرداران گفتند، اونایی که کفر کرده بودند به زیر دستان گفتند لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، اگر شما پیروی کردید شعیب را شما در این وقت از زیانکاران میشید. منظور اینه که به شما ضربات سختی ما وارد میکنیم، هم جانی هم مالی. الله قبل ضربات اونها ضربه خودش را زد، عذاب آمد. فاخذتهم الرجفه، رجفه و زلزله اونها را گرفت، چنان زلزله‌ای که همه چیزشون فرو ریخت. فاصبحوا فی دارهم جاثمین، در خانه های خودشون جاثمین افتادند، یعنی بزانو افتادند. بزانو افتادن کنایه از عجز هست. بعضی گفتن میتین، خامدین، همه مردند و خاموش شدند، چراغهایشون و حیاتشون خاموش شد برای همیشه. لذا الله عز وجل به منظور عبرت می فرماد الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیها، آنانی که پیامبر ما و نبی ما شعیب را تکذیب کردند گویا در این دنیا هیچ فایده نبردند. لم یغنوا فیها ای لم یقیموا ناعمین فی دارهم، گویا هیچ خیری تو دارشون و هیچ نعمتی را در خانه هایشون ندیدند. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين، آنانی که شعیب را تکذیب کردند اونها زیانکار بودند. خدمت شما دیروزم عرض کردم که از سنت های الهی این هست که هرگاه که قومی را از بین میبرد و قومی را نابود میکند، بعد از اون پیامبر را دستور میده که یک تبلیغی بعد از مرگ اون قوم بکنند. مقصود این هست که حسرت بیشتری به این قوم وارد بشه و همونطور که مردند و هلاک شدند خدای عزوجل صدای این پیامبر را، معجزه پیامبر است و خدا قدرت خودش را نشان میده. این از خوارق است. همونطور که مردند و هلاک شدند خدای عزوجل صدا و فریاد این پیامبر را به گوش اونها میرساند. اونها میدونند که این پیامبر چی داره میگه. لذا بعد از این که هلاک شدن کسی نگه که خب شعیب داره برای کی تبلیغ میکنه، برای همون قوم را میخواد که بیشتر حسرت بده. الله میفرماید فتولى عنهم، وقتی که عذاب آمد دیگه پیامبر رفت، اعراض کرد از آنان، یعنی راه خودش را گرفت و رفت.
وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربی، ای قوم من رسالات و پیام های ربم را برای شما رسوندم، و نصحت لكم و من خیر خواهی کردم برای شما ولی شما نپذیرفتید. فكيف آسى على قوم كافرين، فكيف آسى ای فكيف احزن، من چگونه غم بخورم بر قومی که کافر است. چرا؟ من وظیفه‌ام را انجام دادم، شما به وظیفه‌تون عمل نکنید، الان نکردید، الان من چطور غم بخورم، چطور من تأسف بخورم؟ لذا خودتون نکردید. وما ارسلنا فی قریة من نبی، هنوز این سلسله دلائل نقلی تمام نشده، ادامه دارد. اینجا داستان و جریان شعیب علیه السلام تمام شد، بعد از این جریان تفصیل موسی علیه السلام شروع میشه. اما در وسط این واقعات التفات به سوی اهل مکه، اینجا بنویسید التفات به سوی اهل مکه. خدای عزوجل فقط داستان سرایی نمی کند، فقط داستان تعریف نمی کند، در میان این دلائل نقلی و در میان این قصص مختصر الله عزوجل نکاتی که باید یک انسان از این داستان ها بگیرد اون نکات را ذکر می فرماید. لذا روی سخن دوباره به سوی اهل مکه هست که ای اهل مکه، این نمونه ها در گذشته زیاد هست. وما ارسلنا فی قریة من نبی، ما نفرستادیم در هیچ قریه هیچ نبی، یعنی هر پیامبری که ما در قریه ها فرستادیم ابتداء اهل قریه ها را گوشمالی دادیم. وقتی که اونها نپذیرفتند، اذیت کردند دعوتگران ما را، الله می فرماید ما اونها را ابتداء مؤاخذه کردیم. الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. الله می فرماید ابتداء ما اهل اون قریه را مؤاخذه کردیم، یعنی امتحان برایشون آوردیم. بالبأساء، بسختی ها، بأسا سختی مالی را میگن، والضراء و ضررها ضرر جانی را میگن. منظور شدت فقر مالی و شدت مرض جانی. انواع مشکلات مالی و بازار الله برایشون آورد و همچنین انواع مسائل مالی و در بازار مشکلاتی برایشون آمد. اقتصادشون مشکل پیدا کرد، با چالش مواجه شد. پس گاهی اگر مشکلاتی می آید، مرضی میاد، وبایی میاد، یا در بازار مشکلاتی میاد، اینها در واقع دلیل چی هستند؟ دلیل شاید عملکردهای ما هستند، شاید اینها مذکرات الهی اند. خدای عزوجل به وسیله اینها میخواد ما را بیدار کنه. خدای تعالی انتظار داره که در مواقع شدت بندگان رجوع کنند. الله گلایه هم میکند فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا. چرا گاهی که عذابهای ما میاد، مشکلاتی که از سوی ما میاد، مردم تضرع نمی کنند، ولکن قست قلوبهم، بجای اینکه دلشون نرم بشه سختتر میشه. لذا الله تعالی اینها را برای به نفع ما هستن که میاد. قحط میاد، امراض میاد، مسائل مالی و عرض کنم که مشکلات بازاری میاد، اینا همه به نفعند، اینا گوشمالی اند، اینا مذکرات الهی اند. الله می فرماید الا اخذنا اهلها، هیچ نبی را نفرستادیم مگر اهل اون قریه را، اهل اون شهر را ما مؤاخذه کردیم. بالبأساء، این طریق اول اخذ است، با سختی های مالی یعنی فقر، و الضراء، با سختی های جانی یعنی امراض. حکمت این هر دو مشکلات چیه؟ لعلهم یضرعون،
شاید آنها تضرع کنند، شاید آنها رجوع کنند به سوی الله. اما بعد از این وقتی که متنبه نشند، بعدا خداوند مشکلات را دور میکند، فراخی میاره، سعه میاره، امکانات و رفاهیات میاره که مردم تمام مشکلاتشون کاملا برطرف میشه. ثم بدلنا مکان السیئة الحسنة حتی عفوا. الله می فرماید سپس ما تبدیل کردیم، جایگزین کردیم به جای سیئه، به جای سختی ها، به جای بدحالی، الحسنه خوشحالی، به جای بدحالی چی آوردیم؟ خوشحالی آوردیم. بله، باز هم حتی عفو، عفو یعنی حتی کثروا، هر چیز زیاد شد، مال زیاد شد، اولاد زیاد شد، باغات زیاد شد، حیوانات و چارپایان زیاد شدن، همه چیز فراوان. عفو به معنی فراوانی هست، کثرت است. بعضی بندگان خدای عزوجل طوری هستند که با مشکلات متنبه میشن، بعضی ها هستند با نعمت متنبه میشن. اینا هر دو خوبه. گاهی میبینیم سختی میاد، انسان فوراً متوجه الله میشه، خیلی خوبه. گاهی الله به کسی نعمتی میده، یهو به ذهنش میاد من اینقدر غافل، من اینقدر نافرمان، خدا چه لطفی به من میکنه، رجوع میکنه به سوی الله، سپاسگزار میشه، اینم خوبه. اما بدبختیش اینجاست که اولی بیاد یا دومی انسان اصلا حالیش نیست، اصلا متوجه نیست. لذا الله میفرماید که بعد از اون ما همه چیز را فراوان می آوریم. تفسیر خازن نوشته لأن ورود النعمت فی البدن والمال، زیرا گاهی نعمت به بدن و مال وارد میشه بعد الشدت و الضیق، بعد از اینکه سختی ها بود، بعد از اینکه تنگناها بود. یستدعی الانقیاد للطاعه والاشتغال بالشکر، می طلبد که انسان دیگه از نظر طاعت کاملا منقاد و مطیع بشه و کاملا شاکر و سپاسگزار بشه. خازن. پس الله می فرماید ثم بدلنا مکان السیئة الحسنة، سپس ما تبدیل کردیم به جای بدحالی خوشحالی را، حتی عفو، حتی کثروا، همه چیز فراوان شد. اما بدبخت اونی مثل اینها که بگند واقعا دیروز اگر سختی بود، این سختی همیشه بوده، طبیعیه. همه چیز را انسان ربط میده به طبیعت. وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، گفتند همانا رسیده به پدران ما، هم ضرا و هم سرا، هم ناخوشی و هم خوشی. ضرا ضرر، ناخوشی بدحالی، و سرا سرور، سعه خوشی. لذا حالات میان، طبیعت دنیاست، گاه انسان راحت گاهی ناراحت، گاهی داره گاهی نداره. این فکر نمی کنه منبع این داشتن و نداشتن، منبع این راحتی و ناراحتی از کجاست، کیه که راحتت میکنه، کیه که ناراحتت میکنه. به اونجا فکر نمی کنه انسان، عقلش قاصره. الله می فرماید وقتی که این گونه بودن، این دیگه میشه استدراج، همه چیز برات فراوانه، بازم تو غافلی. الله می فرماید نه با بدحالی ها اینها متنبه شدن، نه با خوشحالی ها متشکر شدن، پس این قوم به درد نمیخوره، الان وقت عذابه. لذا الله می فرماید فاخذناهم بغتة وهم لا یشعرون. این اقوام وقتی که این چنین کردن، ما ناگهان آنها را مؤاخذه کردیم، و هم لا یشعرون، آنها نمی فهمیدند، متوجه نبودند، درک هم نکردند که چه اشتباه بزرگی مرتکب شدند.
بازم الله عزوجل ضابطه کلی و قاعده کلی که این قاعده تا قیام قیامت هست بیان میفرماید. الله میفرماید ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا، اگر اهل قریه ها، اهل شهرها و روستاها آمنو، ایمان درست به الله و رسول داشته باشند، واتقوا، والتقوا از کفر و شرک و معاصی، گناهان کوچک و بزرگ از همه دوری بکنند، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، ما باز میکنیم میکشاییم برکات را از آسمان و زمین، من السماء به انزال المطر و من الارض به انبات النبات. همه نعمت ها برایشون به وفور فراوان میشه. ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. الله می فرماید اما اهل روستاها، اهل شهرها تکذیب کردند پیامبران الهی را، کتابها و رسول الهی را، فاخذناهم بما كانوا يكسبون، ما آنها را به سبب آنچه که کسب کردند، یعنی به دلیل اعمال مشرکانهشان مؤاخذه کردیم. پس مؤاخذهشون به دلیل عملکرد خودشان بود. حال الله عزوجل تخویف بیشتر و التفات به سوی اهل مکه، ای اهل مکه، ای مخاطبین قرآن، ای مخالفان رسول الله صلی الله علیه وسلم، شما هم ایمن نباشید، شما هم بیغم نباشید، امکان داره برای شما هم عذاب بیاید. افامن اهل القرى، آیا اهل قریه ها ایمن هستند؟ امروز این خطاب متوجه ما هم هست. امروز که مردم دنیا تو شهرها غفلت میکنن، فساد خدا فراموشی دارند، آیا ایمنند؟ آیا نمی ترسند؟ افامن اهل القرى، آیا اهل قرى و شهرها و روستاها ایمنند؟ ان یأتیهم بأسنا، اینکه پیششون بیاید عذاب ما، بیاتا، به وقت شب، بیتوتا، و هم نائمون، در حالی که اونها خواب باشند. آیا نمی ترسن؟ بیغمند؟ او امن اهل القرى، آیا ایمن هستند، بیغم هستند اهل قرى، ان یأتیهم بأسنا ضحا، اینکه عذاب ما به وقت ضحا بیاید، به وقت ظهر بیاید یا پیش از ظهر، و هم یلعبون، در اون ساعتی که همه در حال لعب و خدا فراموشی و غفلتند. آیا بیشتر عذاب میاد در ساعات غفلت و مشغولیت، یا ظهر یا آخر شب؟ افامنوا مکر الله، آیا از عقوبت الهی در امانت؟ مکر الله به معنی عذاب الله، از عذاب الهی در امانت؟ فلا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون، ایمن نمیشه از عذاب الهی مگر قوم خاسر، قومی که زیانکار باشد، و الا بقیه میترسن. لذا مسلمان امروز هم باید بترسد که مبادا خدای نکرده عذاب الهی به شکل زلزله، به شکل صاعقه، به شکل سیل، به شکل سونامی های مختلف برایشون نیاید. باید هیچ کسی ایمن نباشد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دائما به الله عزوجل پناه می بردند و پناه می خواستند از انواع بلاها و از انواع عذابها و از انواع فتنها. این دعاها را خواندن و پناه خواستن جزی نوعی ایمن نبودن است. ما نباید ایمن باشیم، نباید بیغم باشیم. هر وقت شب میخوابیم هم از عذاب الهی
پناه بخواهیم، هر وقت نماز میخوانیم دعا میکنیم هم پناه بخواهیم. هر وقتی که پناه بخواهیم پس گویا ما ایمن نیستیم، میترسیم. اونایی که میترسند الله دوستشون داره. الله که دوست نداره اونایی که بیغمند، بیپرواند، هرچی در دنیا میگذرد پروایی برایشون نیست. اولم یهد للذین یرثون الارض من بعد اهلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم. الله میفرماید اولم یهده. یهده دو معنا داره، هم میتونه به معنی هدایت باشد معنی اصلیش، و یهده به معنی ظهور هم میتونه باشه. اولم یهده یعنی اولم یظهر. آیا برای شما ظاهر نشد؟ برای شمایی که شما وارثان پیشینیان هستید برای شما مشخص و معین نشد؟ یا اینکه آیا به این هدایت نرسیدید؟ چه هدایتی؟ الله به کسانی میفرماید که یرثون الارض من بعد اهلها، وارث زمین شدن بعد از اهلش یعنی بعد از هلاک اهلش. مثلا امروز در این قرن وارث ما هستیم. قرنهای گذشته، نسلهای گذشته هلاک شدن، رفتند. بعضی ها به موت طبیعی، بعضی ها عذاب آمد. خب آیا برای شما ظاهر نشد، شما که وارث زمین هستید، که همونطور که اونها را مؤاخذه کردیم ما اگر بخوایم شما را هم مؤاخذه میکنیم؟ لو نشاء اصبناهم بذنوبهم، که ما اگر بخواهیم، یعنی من خدا اگر بخواهم ما به سبب گناهانشان اصبناهم به آنها میرسیم کما اصبنا قبلهم، چنانچه پیشینیان را ما بهشون رسیدیم. یعنی برای ما ظاهر نیست؟ ظاهره. خدا همونطور که گذشتگان ما را هلاک کرد، فرعونیان را هلاک کرد، قوم عاد را، قوم ثمود را، قوم لوط را، قوم شعیب را، قریش مکه را، نسلهای بعدی را، انسانهایی که در همین زمان ما بودند، به وسیله زلزله ها، به وسیله سونامی ها، به وسیله رانش های زمین، اونها را الله هلاک کرد، امروز نیستند. خدا اگر بخواد ما را هم هلاک میکنه. فقط در سونامی در یک پلی گفتند که جنازه ها را در آوردند، 10,000 نفر در یک جای گیر کرده بودند. اینها را الله عزوجل دست جمعی عذاب داد. لذا الله می فرماید کسانی که بعد هستند آیا برایشون مشخص نیست، برایشون ظاهر نیست، یا به این هدایت نرسیدند که لو نشاء اصبناهم بذنوبهم، همان گونی که اونها را به سبب گناهان مؤاخذه کردیم، اینها را هم اگر ما بخواهیم ما بهشون میرسیم به سبب گناهانشان. و نطبع علی قلوبهم فهم لا یسمعون. اصل اینه که ما بر دلهایشون مهر میزنیم، فهم لا یسمعون، اونها موعظه را نمیشنوند. یعنی وقتی که به این هدایت نرسند و این مسئله برایشون ظاهر نشه، پس اینها مهر جباریت خورده، اینا نمیفهمند. لذا الله می فرماید تلک القرى نقص علیک من انبائها. این جمله معترضه هست برای صداقت رسول الله صلی الله علیه وسلم. چطور؟ ببین پیغمبر امی هست، پیغمبری که نه به مکتب رفته، نه درس خوانده، نه سواد بلد است، نه نوشتن میدوند، نه تاریخ گذشتگان را خونده. اما ما خواندیم که چه داستانهایی و چه واقعات گذشته هم دقیق برای ما تعریف کرد. از قوم شعیب، از قوم ثمود صالح، از قوم از کنم که عاد، همه اینها ما خواندیم نه؟ از قوم نوح و در آینده میخوانیم موسی.
همه اینها را با جزئیات تعریف میکنه. کسی که اصلا تاریخ نخوانده، به مکتب نرفته، اینا را از کجا میدونه؟ این دلیل بر این که بر او وحی می آید و واقعا پیامبر خدای عزوجل است. لذا الله می فرماید تلك القرى نقص عليك من انبائها، این قریه ها، این شهرها مثل مدین، مثل از کنم که قوم لوط که در صدوم بودن و بقیه، تلك القرى نقص عليك من انبائها، این قریه هایی که ما تعریف میکنیم بر تو از اخبارشان. ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات، همانا پیش آنها رسولشان آمد، پیامبرانشان آمدن با بینات. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، آنان ایمان نیاوردند به سبب آنکه کذبوا من قبل، آنها تکذیب کردند قبل از آن پیامبران ما را. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، این کاف به معنی لام است. لذلك، به همین خاطر الله مهر جباریت میزند بر قلوب کافرین. مهر که میزند فلا یؤمنون الى آخر اعمارهم، تا آخر عمر دیگه ایمان نمی آورند. و ما وجدنا لاکثرهم من عهد، ما نیافتیم برای اکثر این قوم ها هیچ نوع عهد و پیمانی. عهدی که با انبیا، مراد از عهد چیه؟ عهدی که با انبیای خودشون بسته بودند، مبنی بر این که فقط خدا را عبادت کنند و شریک نگیرند. اینو تفسیر کرده علامه قرطبی، العهد الذي عهد الیهم مع الانبیاء ان یعبدوه ولا یشرکوا به شیئا، این عهد اکثرشون پایبند نبودند. و ما وجدنا لاکثرهم من عهد، ما برای اکثرشان هیچ عهدی نیافتیم. و این وجدنا اکثرهم لفاسقین، این مخففه من المثقل است، این نه، همانا ما یافتیم اکثرشان را فاسق و فاجر. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه، الله عز وجل بعد از 5 نوع دلیل نقلی، دلیل ششم را که از موسی علیه السلام هست بیان می فرماید. اما واقع موسی ابتداء بالاجمال بیان میشه و بعدا بالتفصیل. الله می فرماید ثم بعثنا من بعدهم موسی، من بعدهم من بعد تلك الرسل، بعد از این پیامبران ما فرستاد موسی را به آیاتنا، با معجزات، الى فرعون و ملئه، به سوی فرعون و درباریان فرعون. فظلموا بها، آنها ظلم کردند به آن، یعنی نسبت به آیات انکار کردند، منکر بودند. فانظر کیف کان عاقبت المفسدین، ببین انجام مفسدین چی شد، غرق، هلاکت، نابودی. این اجمال داستان، خلاصه داستان. موسی آمد، آیات، معجزات، دلائل، و امت دعوت کی بود؟ فرعون و ملأ فرعون بود، فرعون و درباریان فرعون. اما ظلم کردند، ستم کردند به اون آیات، نپذیرفتند، انکار کردند. الله عزوجل هم اونها را نابود کرد. اما تفصیل قصه، وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين، موسی فرمود ای فرعون من رسول هستم، فرستاده هستم از جانب رب العالمین، از جانب الله عز وجل.
حقیق على الا اقول على الله الا الحق، یعنی سزاوار است برای من. حقیق معنی لفظیش هست جدیر، سزاوار، لایق، اما اینجا به معنی واجب است، بر من لازمه، بر من واجبه که على الا اقول على الله الا الحق، من بر الله نگویم مگر آنچه که حق است، آنچه که واقعیته. من باید واقعیت را بگم. واقعیت اینه قد جئتكم ببینة من ربكم، ای فرعون من آمدم با بینه، با دلائل از جانب ربتان، فارسل معی بنی اسرائیل، با من بنی اسرائیل را بفرست. موسی علیه السلام دو رسالت داشت. یکی رسالتش توحید بود، رد شرک و اثبات توحید، یکتاپرستی، و رسالت دومش آزادی بنی اسرائیل. بنی اسرائیل به عنوان برده‌ها در دست فرعون اسیر بودند. الله عز و جل به بنی اسرائیل در گذشته عزت داده بود. یوسف علیه السلام که ملک مصر را داشت و عزیز مصر و بعد پادشاه مصر شد، بعد از یوسف علیه السلام به دست برادران و برادرزاده ها و اولاد بنی اسرائیل افتاد، تا اینکه بعد از اون نافرمانی و تمردشان شروع شد، بالاخره به دست قبطی ها افتاد مجدد، و بنی اسرائیل شهروند درجه دوم قرار گرفتند، تا اینکه آخر فرعون ها آمدند و بنی اسرائیل را به عنوان عرض کنم که برده‌های خودشون و عباد خودشان، برده‌های خودشون اونها را گرفتند و شب و روز از اونها کار میکشیدند. بنی اسرائیل زندگی ذلتباری داشتند، برده بودند، در حالی که روزی انی فضلتکم علی العالمین، برکت انبیاء علیهم الصلوات و التسلیمات بر همه جهانیان افضل بودند، اما امروز اونم به دلیل عملکرد خودشون برده‌هایی شده بودند که ذلیل و خوار بودند در حکومت فرعون و نمیتونستن برند. فرعون اونها را کلاً گویا در اردوگاهی با سختی و با ذلت نگه داشت. موسی علیه السلام آمد که اینها را نجات بده، از دست فرعون نجات بده، ببره به ملک اصلیشان شام و اونجا جهاد را شروع بکنند، سرزمین خودشون بیت المقدس را بگیرند. اما این قوم بدبخت ماندند، با وجود که موسی علیه السلام اونها را از اینجا نجات داد، باز هم با موسی تا آخر همراهی نکردند. خلاصه اون جلوتر میاد، اینجا میگه که فارسل معی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل را با من بفرست که اینها برده ها نیستند، اینها انبیا زاده ها هستند و اینها انسان های احرار و آزاد هستند. فرعون به موسی گفت اگر راست میگه که تو پیامبر خدا هستی، نشانی برای ما بیار، معجزه بیار. قال ان كنت جئت بآیة فأت بها ان كنت من الصادقین، اگر تو آیه آوردی، نشان آوردی، فأت بها، بیاور نشان بده، ان كنت من الصادقین، اگر الصادقین هستی فیما قلت، در این ادعای پیامبریت راست میگی، به ما نشون بده. فالقى عصا، معجزه اول، عصا را انداخت، عصا را که انداخت، فاذا هي ثعبان مبین، اژدهای واضح، اژدهای عرض کنم که خوب واضح بود، هر کس میدید تبدیل به اژدهایی بود.
در آیات دیگه به اژدها تعبیر نشده، به حیه تعبیر شده. فاذا هی حیه تسعى. حیه میگویند ماری را که بسیار ظریف باشه، باریک باشه، کوچک باشه. حال بظاهر این تعارض و تناقض است بین آیات. یک آیه میگه اژدها و یک آیه میگه حیه، مار کوچک. کدومش درسته؟ مفسرین برای تطبیق بین این دو آیه میگویند که از نظر جثه اژدها بود، خیلی بزرگ بود، اما شما میدونید که اژدها خیلی بطیء الحرکت است، کنده، تند نمیتونه بره، آرام آرام میره. این نه، این از نظر سرعت حیه بود، یعنی از نظر جثه اژدها بود، خیلی بزرگ بود، اما از نظر فرز بودن سرعت مثل همون مار بسیار کوچک ارز کنم باریک که چطور تند تند میره مثل اون بود. پس هر دو صفت را داشت، جثه را از اژدها داشت و سرعت را از حیه داشت. فالقى عصا فاذا هي ثعبان مبین، اژدهای روشن. و نزع یده، معجزه دوم، دستش را کشید در آورد از زیر بغل. فاذا هي بیضاء للناظرین، در این هنگام بسیار سفید بود برای بینندگان، می درخشید. قال الملأ من قوم فرعون، مشوره اهل دربار، ملأ درباریان از قوم فرعون گفتند ان هذا لساحر علیم، این جادوگر ماهر است. علیم بمعنی ماهر، دانا، وارد. یرید ان یخرجکم من ارضکم، میخواد شما را بیرون کند از سرزمین شما. فماذا تأمرون، ای فماذا تشاورون. میگویم مفسرین این فماذا تأمرون سخن فرعون است، یعنی اون ابتدا یرید ان یخرجکم من ارضکم سخن درباریان و ملأ هست. اونها گفتند که این میخواد ملک ما را از ما بگیره. فرعون گفت پس فماذا تأمرون، شما نظرتون چیه؟ شما چه مشوره میدید؟ تأمرون تشاورون، چه مشوره شما دارید؟ مشوره ارکان سلطنت. قالوا ارجه و اخاه، اون مهلت بده و برادرش را، یعنی مهلتی برایشون بذار. و ارسل فی المدائن حاشرین، و بفرست در شهرهای مختلف که حاشرین جمع کنن مردم را، جمع کنن جادوگران را، مبارزه کنندگان را. یأتوک بكل ساحر علیم، بیاورند برای شما هر جادوگر ماهر، هر جادوگری که تو این ملک هست، تو این کشور هست و واقعا مهارت داره، اون بیارند و با این مبارزه بکنند. بالاخره فرعون دستور داد جادوگران را جمع کردند، آوردند. و جاء السحرة فرعون، جادوگران پیش فرعون آمدند. قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، استفسار میکنند برای حق الخدمه، ما که این همه زحمت میخوایم بکشیم به ما چه میرسد؟ خبری از اجر، از مزد، از پول هست یا نیست؟ مفسرین اینجا یادآوری کردند که توجه بکنیم جادوگران هنوز که ایمان ندارند، قبل از اینکه منقلب متحول بشند چه چیزی مطمع نظرشون هست، برای چی تلاش میکنند.
هدف والایشون، هدف بالایشون چیه؟ پول. چون ایمان نیست، نه فقط مادیت. اما وقتی که معنویت بیاد، ایمان بیاد، مادیت چقدر مغلوب میشه، چقدر شکست میخوره. اون وقت مادیت هیچ ارزشی ندارد، حتی جان از میان انسان همش پول و هر چی که میخواد جمع بکنه برای راحت جسم و جان است، اون وقت برای جان هم پروا نمیکنه. چون معنویت وقتی که میاد، ایمان میاد. همیشه در دنیا این دو تا نبرد بوده، نبرد مادیت و معنویت. علمبرداران مادیت پادشاهان و فرعونها بودند و پرچمداران معنویت انبیا بودند، رسول بودند، دعوتگران حق بودند. همیشه معنویت غالب شده. لذا ولو اینکه مادیت بیشتر بوده از هر نظر، از نظر جمعیت، از نظر توان ظاهری، اینا ابتداءً معنویت نیست، ایمان نیست، دین نیست، خدا را در قلبشون ندارند. ببین به چی می اندیشند. ان لنا لاجرا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین. همانا برای ما هست اجر و پاداش اگر ما غالب شدیم بر موسی و هارون. قال نعم و انکم لمن المقربین. تشویق فرعون، این هم ماده پرسته. قال نعم، چرا نه، بله، و انکم لمن المقربین. نه تنها پول، نه تنها درهم و دینار، بلکه شما از مقربین خواهید بود. ای فی حضرتی فضلا عن الاجر، در حضرت من، در دربار من، در درگاه من شما جایگاه خاصی خواهید داشت. بعد از اون از درباریان و مقربین من خواهید شد. قالوا یا موسی اما ان تلقی. کیفیت مقابله. اینجا موسی را تعارف کردند. اون چی که باعث ایمانشون شد فضل خدا بود، خداوند بر اونها لطف کرد. اما خب گاهی خداوند که بر یک بنده لطف میکند، از سوی بنده یک انابتی، حق طلبی، یک صفت خوبی که خدا میبیند بر اون لطف میکند. بعضی گفتند که نکته همینه، این ادب. موسی پیامبر خدا بود، بزرگی بود، اینها احترام گذاشتن برش، تعارفش کردند. مثل فرعون با بیادبی برخورد نکردند. همین نکته باعث ایمانشون. بعضی از نکته بین ها اینو نوشتند. بعضی دلایل دیگه نوشتن که اصل عرض کردم فضل الله بود بر اینها. قالوا یا موسی، آنان گفتن ای موسی اما ان تلقی، یا اینکه شما میندازید عصایتون را، و اما ان نکون نحن الملقین، یا ما هستیم اول کسانی که بندازیم ریسمان ها و عصاهای خودمون را. موسی علیه السلام فرمود که القوا، قال القوا، شما بندازید. چون که موسی دستور داشت اونها اول بندازن، بعدا عصای خودش را بندازد تا عصای موسی همه چیز را ببلعد. لذا لازمه این بلعیدن این بود که اول اونها باید جادوی خودشون را به معرض نمایش بگذارند. فلما القوا سحروا اعین الناس، وقتی که انداختند چشمان مردم را جادو کردند، یعنی چشم بند کردند مردم را. واسترهبوهم، و در آنها وحشت ایجاد کردند. و جاءوا بسحر عظیم، آنها جادوی بسیار عظیم و بزرگی را آوردند، یعنی به معرض نمایش گذاشتند. جادوی بزرگی. در آیات دیگه داریم، غالبا سوره طه هست، یخیل الیهم من سحرهم انها تسعى. از سحر بزرگ اونها و از اجرای جادوی اونها
اینطور خیال می آمد، تخیل در مردم ایجاد شده بود که همه این ریسمان ها داره تند تند دوان دوان راه میره، همه راه میرفتند. موسی علیه السلام حتی ترسید. در همون سوره است که الله عزوجل میفرماید فاوجس فی نفسه خیفة موسی، موسی در دلش ترسید. قلنا لا تخف انك انت الاعلى، موسی نترس، تو پیروز میدانی. موسی از غیب نمیدونه، از آینده خبر نداره، الله است که بهش آرامش میده. علی ای حال اینها وقتی که انداختند یک رعب عجیبی در این میدان ظاهر شد. و جاءوا بسحر عظیم. الان خدا دستور میده به موسی الان نوبت تو بنداز. و اوحینا الی موسی ان القی عصاک، ما وحی کردیم به موسی که عصایت را بنداز. فاذا هی تلقف ما یأفکون، در این هنگام عصای موسی می بلعید. تلقف ای تبتلع، می بلعید آن دروغی که آنها درست کرده بودند. چون یخیل، در خیال اینطور می آمد، حقیقتا تبدیل نشد. فرق معجزه با جادو همینه که در جادو وقتی که چوب را میندازه در خیال و در ظاهر اینطور نشان میده که این ماری شده، در حقیقت نشده. خود جادوگر میدونه که نشده، او میبیند، دیدش درسته، اما عصای موسی حقیقتش تبدیل میشه. جادوگران دیدند که این حقیقتا هم تبدیل به اژدها شد. بعضی گفتند چون که اینها عالم و ماهر بودند اینا متوجه شدند که این با ما فرق میکنه، این اصلا با جادو فرق میکنه. لذا این نکته باعث شد که اونها درک بکنن حقیقت را. والله اعلم. الله می فرماید فاذا هی تلقف ما یأفکون، می بلعید آن دروغی که آنها درست کرده بودند. فوقع الحق و بطل ما كانوا يعملون، حق غالب شد، وقع غلبه، و باطل شد آنچه که آنها عمل کردند من السحر. فغلبوا، آنها شکست خوردند هنالک آنجا. وانقلبوا صاغرین، و برگشتند ذلیل، شکست خورده. وقتی که شکست خوردند دیگه جادوگران به فکر این افتادن که باید ایمان بیاریم، این مرد واقعیه، این مثل ما کاذب نیست، مثل ما جادوگر نیست. و القی السحرة ساجدین. القیه میدونی صیغه مجهول است، نیست که جادوگران خودشون را انداخته شدن، یعنی توفیق از جانب دیگه بود، از جانب رب العالمین بود، نظر لطفی و نظر رحمتی بر اونها واقع شد که اونها وادار به سجده شدند. قالوا آمنا برب العالمین، ما ایمان آوردیم به رب جهانیان، یعنی رب موسی و هارون، اون ربی که رب موسی و هارون است. قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم، فرعون عصبانی ناراحت میگه آمنتم به قبل ان آذن لكم، شما ایمان آوردید، قبولش کردید قبل از اینکه من شما را اجازه بدم، شما که مال ما بودید. اما ببینید فرعون چقدر باهوش بود این بی ایمان و چقدر زرنگ بود، بسیار مکار. فرعون اینجا احساس خطر کرد که جادوگران که مبارزان میدان بودند شکست خوردند که هیچ ایمان آوردند، مبادا این ایمان باعث بشه که تمام قوم من، اطرافیان من، ملأ من هم متأثر نشن. لذا تاکتیک دیگر بازی کرد، مکر دیگر و نیرنگ دیگر به کار برد. فرعون طوری وانمود کرد، گفت من الان متوجه شدم، من اطلاعات دقیق هم دارم که شما قبلا با هم یکی بودید،
میخواست به قوم بفهماند، تفهیم بکنه که این توطئه‌ای بود. اینها استاد و شاگرد بودند، اینها از یک مکتب بودند، از یک جا بودند، آمدند جلوی ما نقش بازی کردند. استاد پیروز شد، شاگردان ناکام شدند تا بگم مسیر ما بر حق. به این صورت نگذاشت که قوم متأثر بشه از ایمان جادوگران. قومم الله تعالی اینها را سفی و احمق گفته در جای دیگه، باور کرد. الله می فرماید قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم، قبل از اینکه من اجازه بدم شما ایمان آوردید. ان هذا لمکر مکرتموه فی المدینه، این غالبیت و مغلوبیت، این شکست و پیروزی، این مکری است و توطئه‌ای هست که توطئه کردی شما در این شهر. در این شهر توطئه کردید تا مردم شهر را فریب بدید؟ هم نه، بازم عصبیت ایجاد میکنه. شما میخواهید که اهل این شهر را و اهل این کشور را از حکومت خلع بکنید، شما میخواهید که اینجا حکومت را سرنگون بکنید و این مردم را به ذلت بکشانید. من نمیگذارم. همیشه دیکتاتورها و فرعونها که میخواند اون عیوبشون را کسی ندونه، از خود سخن نمیگویند، از حب وطن، از تعصب برای کشور، از اونجا صحبت میکنند. ان هذا لمکر مکرتموه فی المدینه، همانا این مکر و توطئه‌ای هست که توطئه کردی شما در این شهر. لتخرجوا منها اهلها، تا که شما بیرون کنید از این شهر اهل شهر را. فسوف تعلمون، ان قریب شما میدونید من با شما چه برخوردی میکنم. چه برخوردی؟ لأقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف، حتما من قطع میکنم دست و پای شما را برعکس، دست راست و پای چپ. ثم لأصلبنکم اجمعین، سپس من به دار میزنم شما همگی را. اما جادوگران چه جوابی میدن؟ سبحان الله، استقلال. اول مطمع نظر پول بود، الان آخرت است. مادیت و معنویت چقدر نظرها با هم متفاوت دارند. اول همینجا شکمشون سیر بشه، وضعشون خوب بشه، اما الان نه، رضای مولا، زندگی آخرت، ورود به بهشت. خیلی دوراندیش شدن. این ایمان است، نه؟ انسان را از تنگ نظری به دوراندیشی میبرد، دور را میبینه، اصلا این دنیا را نمیبینه، یک دنیای دیگر را داره نگاه میکنه. اونجا مطمع نظرش است، اونجا هدفش است. در آیه دیگه است قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون، پروایی نیست. اینجا هم همین قالوا انا الی ربنا منقلبون، همانا ما به پیش پروردگارمان برمیگردیم. ما به این دنیا میریم، بکش ما را، اشکال نداره. قبلا برای پول میخواست کار بکنه، الان برای جان هم پروا نداره. این ایمان است که انسان را اینگونه اصلاح میکنند، اینگونه تزکیه میکنند. و ما تنقم منا، تو از ما عیب و ایراد نمیگیری. نقم به معنی عیب و ایراد. و ما تعیب و تکره منا، تو هیچ عیبی و هیچ کراهتی در ما نمیبینی مگر این اشکال را ما داریم. اشکال ما چیه؟ الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا، مگر اینکه ما ایمان آوردیم به آیات پروردگارمان زمانی که اون آیات پیش ما آمده به وسیله موسی. لذا هر کاری میکنی بکن، مناجات میکنم پیش خدا. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمین، بار الها بر ما صبر بباران، ما را صبر بده.
و استقامتی که تا آخر ما بر اون استقامت باشیم، ما را مسلمان بمیران و با اسلام و با ایمان از این دنیا بریم. لذا اونها الان چون که عرض کردم به برکت ایمان جهان آخرت را و بهشت و جهنم را میبینند و اعتقاد دارند، لذا الان برای پول اینجا کوشش نمی کنند، برای نعمت اینجا تلاشی ندارن، برای نعمت اونجا میکوشن. اونجا میگه که ما با ایمان بریم تا اونجایمون خوب بشه. به هر حال اون چی که مفسران گفتن، قرآن مجید همین اندازه گفته. اون چیزی که مفسران میفرمایند این که فرعون جادوگران را شهید کرد، به بدترین وضع شهیدشون کرد، دست و پاشون را قطع کرد، به دارشون زد. اونها هم تا آخر استقامت کردند تا اینکه شهید راه حق شدن، راه توحید شدن. حال موسی علیه السلام پیامبر خدا به تبلیغ و به دعوت ادامه میداد و روز به روز عرصه بر فرعونیان تنگتر میشد. لذا ملأ فرعون مشوره دادن که باید جلوی موسی گرفته بشه، محدودیت ایجاد بشه و نگذاریم که اون به تبلیغش ادامه بده. و قال الملأ من قوم فرعون، درباریان قوم فرعون گفتند اتذر موسی و قومه لیفسدوا فی الارض و یذرک و آلهتک. ای فرعون آیا میگذاری موسی و قومش را تا که فساد بکنند در زمین و تو را و آلهه تو را ترک بکنند؟ از این کلمه و آلهتک علما استدلال گرفتن، مفسرین تصریح کردند که فرعون تنها ادعای خدایی نداشت، خودش را خدا تنها نمیدانست، بلکه فرعون بت پرست هم بود. ضمن اینکه میگفت انا ربکم الاعلی، خودش هم خدایی داشت که او را پرستش میکرد. و یذرک و آلهتک، و اون قوم هم خدایانی هم داشتند و فرعون را هم تعظیم میکردند. فرعون را به عنوان یک خدا. تقریبا همیشه نیرنگ بت پرست ها و غیر الله پرست ها و انسان پرست ها حتی همینه که روز به روز خدایان جدیدی. مثلا کسی هست، ما در آیات قبلی هم خواندیم، کسی هست که مردم را دعوت میده به سوی انسان پرستی، به سوی شخصیت پرستی، به سوی اولیاء و صالحین را پرستش بکنید. آخر کم کم خودش به جای میرسه میگه من هم الان جز اونا هستم، به سوی عبادت خودش هم دعوت میده. فرعون من نمیکرد از عبادت بتها، میگفت اونا را هم عبادت کنید، من هم عبادت بکنید. خودش هم بت داشت و بتش را عبادت میکرد. خلاصه فرعونی ها به فکر افتادن دوباره بنی اسرائیل را شکنجه بدن. فرعون گفت سنقتل ابناءهم و نستحیی نساءهم. این تدبیر اول. و تدبیر دوم نستحیی نساءهم، ما حتما یعنی قریب میکشیم فرزندانشان را، و نستحیی نساءهم، و زنهایشون را زنده نگه میداریم برای خودمون به عنوان کنیز و نوکران در خانه. و انا فوقهم قاهرون، ما از هر جهت بر اونها مسلطیم. موسی علیه السلام برای تسلی قوم، این دیگه عذاب دیگه بود. همیشه قدرتمندان و زورگویان با فشار میخواهند اهل حق را به سوی اون چی که خودشون میخواهند وادار بکنند. من این نکته را ابتداء باید عرض میکردم، الان میگم که داستان موسی و فرعون از جمله داستانهایی هست که نسبت به همه واقعات و داستانها در قرآن مجید بیشتر تکرار شده، متعدد ذکر شده و بار بار هم با تفصیل آمده، نه با اختصار. به دلیل اینکه اولا یکی از بهترین نمادها هست برای مبارزه حق با باطل.
و در این داستان نکاتی هست و مواردی هست که برای دعوتگران واقعا مفیده. لذا هرگاه این داستان را میخوانیم، در سوره های زیادی میاد، در آینده در سوره فرقان هم میاد، در سوره قصص هم میاد، در سوره های دیگه هم میاد. هرگاه که این داستان را میخوانیم با تدبر به نکاتش توجه بفرمایید که اون چه که در اون زمان بود امروز هم هست و شرایطی که در اون زمان بود تطبیق بدیم با زمان خودمون. فرعون های این زمان همین کار را میکنن. وقتی که در مقابل اهل حق، در مقابل دعوتگران به تنگ میآیند، از قوه قهریه استفاده میکنن، از زور استفاده میکنن و مردم مظلوم را بر اونها ستم میکنند. لذا فرعون هم همین کار را میکرد که امروزه میکنند، یا اینها هم همون کار را میکنند که فرعون میکنند. اما اگر اهل حق موساوار استقامت بکنند، نهایتا الله عزوجل پیروزی عنایت میفرماید. و در جای خدای عزوجل بعد از این که داستان فرعون و موسی را بیان میکند، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را یادآوری میفرماید و گوشزد میکند که شرایط شما هم همون شرایط است. لذا در هر زمان شرایط همینه، شرایط مظلوم و شرایط ظالم هر دو. لذا فرعون وقتی که متوسل به زور شد، متوسل به شکنجه شد و متوسل به این شد که عرصه را بر اهل حق و بر اهل دین تنگ بکند، فشار را بیشتر بکند، دوباره اعدام. دوباره عرض کنم که نوع اعدام بود. گاهی حاکمان از ملتهای خودشون ناراضی باشند، قانون اعدام را چیکار میکنند؟ دوباره صورت جلسه میکنند و به همه جا میفرستند. گاهی میبینیم شرایطشون بهتر میشه، یه مقداری از خودشون نرمی نشون میدن. لذا فرعون هم همینطور وقتی که ناراحت بود، عصبانی بود از دست بنی اسرائیل، از دست موسی، دستور مجدد صادر کرد که مثل گذشته اون قانون گذشته دوباره اجرا بشه. این قانون چند بار اجرا شد. یکی که زمانی که بهش گفته شد، پیشگوها گفتند که از میان این قوم کسی میاد که تخت تو را و سلطنت تو را سرنگون میکند. و یکی زمانی که موسی علیه السلام ادعای پیامبری کرد و خیلی عصبانی بود، لذا ملأ مشوره داد، فرعون هم عملی کرد. قال سنقتل ابناءهم و نستحیی نساءهم و انا فوقهم قاهرون. ما بر آنان مسلطیم از هر نظر، مال، قدرت، جمعیت، همه چیز ما داریم، لذا ما کاریمون رو باید بکنیم. اما در مقابل این نوع ستم ها و این نوع ظلم و ظالم ها چه باید کرد؟ شیوه دعوتگران، شیوه انبیاء مخلص. قال موسی لقومه مسلک الانبیاء فی مسئله الدعاء. موسی علیه السلام به قومش گفت استعینوا بالله واصبروا. ای قوم استعانت بطلبید از الله، واصبروا و صبر کنید، استقامت داشته باشید، شکیبا باشید. ان الارض لله. همانا زمین مال خداست، مال فرعون نیست. این در واقع یک اشاره کوچولویی هست. خوب توجه بفرمایید، اشاره کوچولویی هست و جرقه‌ای هست برای مژده. هیچ تصور نمیشد فرعون یک روزی هلاک بشه، هیچ که فکر نمیکرد. حتی هم مغم موسی علیه السلام هم همین بود که از دست فرعون نجات پیدا بکنن، همین که از رودخانه رد بشند و برن دیگه، دوباره بر نگردن، جایی برن که فرعون دسترسی داشته نباشه. ان الارض لله، زمین مال الله است. لذا لا لفرعون ولا لغیره معنیش. شما صبر کنید. گفتند که تفسیر مدارک گفته تصریح بما رمز الیه من البشاره قبل، تصریح هست به اون اشاره که پیشا پیش موسی میکند و کشف عنه
و اون چیزی که پرده بر می‌دارد. موسی هر چی میگه به اذن الله میگه. و هو اهلاک فرعون و استخلافهم بعده فی ارض مصر. اشاره به این نکته هست که هلاک میشه این فرعون و بعد از اون شما در سرزمین مصر مسلط میشه و خلیفه میشه. لذا فرمود ان الارض لله، همانا سرزمین ارض مال الله، یورثها من یشاء من عباده، الله عز و جل وارث آن سرزمین میگرداند هر کسی را که بخواهد از بندگانش. والعاقبت للمتقین، عاقبت و انجام نیک مال متقیان است. اما بنی اسرائیل بیچاره که تحمل نداشت بر موسی علیه السلام منت گذاشت، گفت موسی آمدن تو برای ما هیچ دردی دوا نکرد، همون دردهای گذشته ما بیشتر شد و کمتر نشد. قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا و من بعد ما جئتنا. سبحان الله، بر تحمل موسی که از دو طرف تحت فشار است، هم از طرف فرعون و ظلم و ستم فرعون و هم از طرف قوم خودش منت بنی اسرائیل. بنی اسرائیل میگه اوذینا، ما شکنجه داده شدیم، اذیت شدیم، من قبل ان تأتینا، قبل از اینکه تو بیایی، قبل از اون هم ما را شکنجه میداد، و من بعد ما جئتنا، بعد از اینکه تو پیش ما آمدی هم همون شکنجه ها ادامه دارد، تو هیچ کاری نکردی برای ما. قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم. موسی با صراحت بیشتر میگه، اول اشاره کرد ان الارض لله، این کودنها متوجه نشدن. موسی میگه عسى ربكم، این توقع را دارم، این امید را دارم که رب شما ان یهلک عدوکم، این که دشمن شما را هلاک کند، و یستخلفکم فی الارض، و شما را خلیفه و جانشین بگرداند در زمین، فینظر کیف تعملون، میبینه شما چطور عمل میکنید، عمل شما را میخواد ببینه. لذا شما صبر کنید، اون روزها هم میرسد. ولقد اخذنا آل فرعون، از اینجا مبادی عذاب و مقدمات عذاب شروع میشه. ابتدا به شکل گوشمالی ها. الله تعالی میفرماید ما فرعون را و آل فرعون را مؤاخذه کردیم به سنین، به سالهای قحط، به سالهای سخت، و نقص من الثمرات، و کمبود میوه ها، یعنی باغهاشون با مشکل و با کمبود میوه مواجه شد. چرا؟ لعلهم یذکرون، شاید که پند بگیرند و متنبه بشن. لعلهم یذکرون، لعلهم یتعظون، شاید که موعظه حاصل کنند. الله میفرماید فاذا جاءتهم الحسنه، حماقت فرعونی ها را ببین، هرگز شرایط خوبی بود میگفت که خب ما اهلش هستیم، ما لایق همین شرایط هستیم، لایق این آبادی هستیم، لایق این همه نعمت هستیم. اما وقتی که سختی بود میگفت العیاذ بالله این به نحوست موسی و شومی موسی است. فاذا جاءتهم الحسنه، هرگاه حسنه می آمد، ای الصحه والسلامه والخصب، صحت و سلامتی، آبادی و شادابی از هر جهت، قالوا لنا هذا، برای ما است این، یعنی ما لایقش هستیم، ما ارزش این را داریم. اما و این تصبهم سیئه، اگر سیئه و سختی به اونها میرسید، سیئه می نویسید القحط و نقصان الثمرات، یطیروا بموسی و من معه، یطیروا ای یتشاءم، شومی می گرفتند، بدفالی می گرفتند به موسی و همراهان موسی، من معه، هر کسی با موسی بود. الله می فرماید الا
انما طائرهم عند الله، خبردار آگاه باش جز این نیست که طائرهم عند الله، شومی اونها نزد الله بود. یعنی خدای عزوجل برای اونها این سختی ها و شومی ها را آورده بود، ولکن اکثرهم لا یعلمون، اکثرشون نمیدانستند. اونا فکر میکردند که موسی علیه السلام با جادوهای خودش و با هنرهایی که بلد است این شرایط سخت را بر ما میارد. لذا به موسی هشدار دادن، گفتن هر کاری بکنی ما ایمان نمی آوریم، هر چه جادو بکن، هر چه شرایط را بازار ما را بد بکن، خراب بکن، روی باغات ما اثرات سو بنداز، ما ایمان نمی آوریم. وقالوا مهما تأتنا، اناد فرعونیان، وقالوا مهما تأتنا، گفتن هر اندازه که بیاوری برای ما، تأتنا به، بیاوری برای ما، من آیت از آیات و نشانات عجیب، لتسحرنا بها، تا که ما بر ما جادو کنی به وسیله اون آیات، فما نحن لك بمؤمنین، ما برای تو ایمان نمی آوریم، تو را قبول نداریم. پس الله عزوجل عرصه را تنگتر کرد، شرایط را بر اونها سختتر کرد، چندین نوع عذاب الله تعالی برای اونها آورد. الله می فرماید فارسلنا علیهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع، 5 تا از آیات اینجا ذکر شده. الله می فرماید ما بر آنان طوفان فرستادیم، طوفان را رها کردیم. چنان طوفان و چنان گرد و خاک که عیششون و زندگیشون مکدر شد، خراب شد، هیچ زندگی خوبی نداشتن، همش گرد و خاک، همش چشمانشون پر از خاک، غذایشون، ظرفایشون، آبشون، شب روز طوفان بود. در آیات، ادامه آیات می آید که هر وقتی که عذابی می آمد اونها می آمدن پیش موسی و تقاضا می کردن، ای موسی از پروردگارت بخوا، متوجه بودن، از پروردگارت بخوا که این عذاب را از ما دفع کنه، ما ایمان می آوریم. وقتی دفع می شد ایمان نمی آوردن، دیگری می آمد جایگزین می شد. لذا این طوفان به این شکل بود. والجراد، جراد ملخ را الله فرستاد، ملخ آمد و تمام کشتزارهای اونها را خراب کرد. ملخ بالخصوص وقتی که به صورت لشکر بیاید، در قدیم می آمد به شکل عذابی بود. هر جا که به باغی قرار می گرفت، اون باغ در ظرف نیم ساعت صاف می شد، هیچ برگی برش نمی ماند، هیچ اثری از سبزی و از آبادی نمی ماند. لذا ملخ ها آمد، تمام مزارع اینها، تمام باغات اینها همه را از بین برد و هیچی نبود برای اینها، هیچی باقی نماند و خودشون هم خیلی اذیت بودن از دست ملخ ها، تو خونه هایشون، تو ظرف هایشون، تو غذاهایشون، تو چاهایشون. اینجا بازم به تنگ آمدن، دوباره از موسی علیه السلام تقاضا کردند. باز وقتی که عذاب دفع شد و دوباره تمرد و سرکشی. والقمل، قمل را الله می فرماید فرستادیم. قمل ترجمه درستش به معنی شپش است، بعضی به معناهای دیگه هم کردن. قمل یک کرمی بعضی گفتن که هست که حبوبات را و خوراکی هایی که انسان اونها را تو انبارها نگهداری میکند او را میخورد و او را خراب میکند، به اصطلاح خورمانندی هست. اون را بعضی گفتن قمل، گفتن که هیچ چیزی برایشون نمیواد و هر چه خوراکی به عنوان ذخیره داشتن همه خراب میشد. بعضی گفتن نه، قمل همین شپش است، اصل در عربی به شپش هم قمل میگویند، که اینها تمام لباسهایشون، تمام لحافهایشون، خانههایشون، سروریششان پر از اون بود که باز هم زندگی را بر اونها و عیش را بر اونها تنگ کرده بود. تا میخواستن آب بخورن پر از قمل میشد، غذا بخورن پر از قمل میشد، همه جا قمل بود و این به قدر زیاد بود که متوجه شدن این عذاب دیگری هست. باز پیش موسی التجا کردن. و الضفادع،
ضفادع جمع ضفدع هست، ضفدع غورباغه را میگن. الله عزوجل غورباغه را فراوان کرد. غورباغه چنان زیاد بود که همه جا دست و پاگیر بود، هم تو خونه هایشون، هم تو عرض کنم خدمت شما که مزارعشان و محل زندگیشان، حتی تو دهانشون میپرید. میگفتند که تو بعضی تفاصیل نوشته تا کسی میخواست صحبت بکنه دهنش را باز میکرد، یه غورباغه شیرجه میزد تو دهنش میرفت و چنان زیاد شده بود که آخر باز هم به تنگ آمدن که چی بکنن، تا اینکه موسی دوباره دعا کرد. پنجمین آیت که بر اونها الله نازل کرد و مسلط شد، دم بود، خون بود، هر چیز تبدیل به خون میشد. البته اینو بگم که اونها از کجا میفهمیدن عذاب هست؟ فقط در محله های اونها و در خونه های اونها این خبر بود. در بنی اسرائیل این اخبار نبود. اونها ایمن بودن، اونجا اونها این مشکل را نداشتن. اونها متوجه بودن که این خدای موسی است یا اینکه از هنرهای موسی است که فشار را بر ما میاره. لذا تا میخواستن غذا درست کنن تبدیل به خون میشد، آب تبدیل به خون میشد. حتی بعضی تفسیرها نوشتن که همین لیوان آب بود، دست اسرائیلی بود، این آب بود، وقتی که میدن به دست قبطی و فرعونی او میخواست بخوره تبدیل به خون میشد. تا این اندازه الله عزوجل آیات را به صورت ظاهر و به صورت علنی به اونها نشان میداد. آیات مفصلات، اینها آیات مفصلات بودن. اما قومی را که خدا واقعا مهر جباریت بر قلب سیاهش بزنه و از هدایت محرومش بکنه، هرچی از این آیات بیاد او متنبه نمیشه، او توجیه میکنه به جادو، توجیه میکنه به چیزهای دیگه. الله میفرماید فاستکبروا و کانوا قوما مجرمین، آنان تکبر کردند و قوم جرائم پیشه بودند، کارشون جرم بود، کارشون خیانت بود. ولما وقع عليهم الرجز قالوا یا موسی، الله می فرماید هرگاه بر آنان عذابی واقع می شد، رجز عذاب، همین نوع عذاب ها مثل طوفان، جراد، الف لام عهدی هست، همین عذاب هایی که گذشتن. قالوا یا موسی ادع لنا ربک، آنان می گفتند ای موسی دعا کن برای ما، بخواه از ربت، بما عهد عندك، به اون عهدی که خدا پیش تو داشته. خدا عهد کرده بود که اگر اینها از ایمان بیاورند عذابشون نمیدیم، لذا بگو که ما ایمان میآوریم. لئن کشفت عنا الرجز، اگر دور کردی از ما این عذاب را، از ما این بلا را، لنؤمنن لك ولنرسلن معك بنی اسرائیل، ما به هر دو خواسته تو عمل میکنیم. اول اینکه لنؤمنن لك، ما حتما به تو ایمان بیاوریم، یعنی توحید را قبول میکنیم. و دوم ولنرسلن معك بنی اسرائیل، بنی اسرائیل را با تو میفرستیم، آزادشون میکنیم، دیگه به عنوان برده نگه نمیداریم. اما الله میفرماید از نقض عهدشون، فلما کشفنا عنهم الرجز، زمانی که دور کردیم از آنها عذاب را، گرفتاری را، الى اجل هم بالغون، عذاب را تا مدت معینی که اونها به اون مدت برسن دور می کردیم. اذا هم ینکثون، در این هنگام آنها نقض عهد می کردن. نکث می گویند یا نقض عهد و عهد شکنی را می گویند، ینقضون العهد. به هر حال آخر عذاب دائمی آمد. اینها عذابهای موقتی بودند، عذاب دائمی که موجب هلاکت و بدبختیشون شد. الله چقدر بر اینها لطف کرد، گوشمالی های کوچک کوچک داد تا اینها برگردند. ولی قومی که ایمان مقدرش نباشد، بزرگترین آیات و معجزات را برش بیاد، باز هم اون ایمان نمی آورد. الله می فرماید فانتقمنا منهم فاغرقناهم فی الیم، ما انتقام گرفتیم از آنان، فاغرقناهم فی الیم، این بیان همون عذاب موعود است.
ما آنها را غرق کردیم در دریا، در دریا اونها را انداختیم. بأنهم كذبوا بآیاتنا، به سبب اینکه آنها تکذیب کردن آیات ما را، آیاتی که ما با موسی فرستادیم همه را تکذیب کردن، به عنوان آیه قبول نداشتن، به عنوان معجزه قبول نداشتن، سحر و جادو و هنرهای دیگه. و کانوا عنها غافلین، از آیات ما غافل بودند، از ایمان به ما غافل بودند. آیات موجب ایمان میشه. الله تعالی دو تا بشارت اینجا بیان فرمود، یکی هلاکت دشمن و دوم نصرت و نجات دوست، اونایی که ایمان داشتن. و اورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض، وارث قرار دادیم اون قومی که کانو یستضعفون، اونها مستضعف قرار گرفته بودند، و هم بنی اسرائیل. اونا کی بودند؟ بنو اسرائیل. مشارق الارض و مغاربها، در تمام حدود مشرق و مغرب. مشارق الارض و مغاربها، بعضی گفتند مراد از ارض مصر است، یعنی چپ و راست ارض مصر، مشرق و مغرب ارض مصر. بعضی گفتن نه، مراد از مشارق و مغارب هم مصر و هم شام است، چون در مصر فرعون بر اونها مسلط بود و ظلم میکرد، در شام عمالقه مسلط شده بودند و بلاد اونها را گرفته بودند. اینا هیچ جایی نداشتن، مظلوم بودند، دستشون از زمین و زمان کوتاه بود، از شرق و غرب کوتاه بود. لذا این قوم مستضعف را که ضعیف قرار گرفته بودند در مشرق زمین و مغرب، التي بارکنا فیها، همون زمینی که ما برکت انداختیم در آن، سرزمین شام است. ما اینها را اون سرزمین مبارک اونجا هم ضعیف قرار گرفته بود. و تمت کلمت ربک الحسنا، وعده زیبای رب تکمیل شد. این کلمه چی بود؟ کلمه همون وعده نصرت، وعده عذاب برای دشمن و نجات برای دوست، اون کلمه مراد است. روح المانی میگه المراد من الکلمه وعده تعالی بالنصر والتمکین علی لسان نبیه. خدا وعده کرده بود که شما را کمک میکنم و قدرت میدم، همون تکمیل شد. و تمت کلمت ربک الحسنا، کلمه زیبای ربت تکمیل شد بر بنی اسرائیل. بما صبروا، علت بنی اسرائیل صبر کرد، تحمل کرد، این تحملها و صبرها نتیجه داد. و دمرنا، پس صبر خیلی خوبه، صبر هم آخر نتیجه میده. استعینوا بالصبر والصلاة. و دمرنا ما کان یصنع فرعون، الله می فرماید ما هلاک کردیم، خراب کردیم. اهلکنا و خربنا، دمرنا، ما نابود کردیم. ما کان یصنع فرعون و قومه، آنچه که فرعون و قومش درست کردند. و ما کانوا یعرشون، و آنچه که اونها سقف درست کردند. یعرشون خواندیم دیروز هم که باغاتی را میگن که انگورها اونجا با انگورها سقف درست کنند. منظور اینه که باغاتشون را، کاخهایشون را، خانهایشون را همه را ویران کردیم، یا اینکه در حق اونها ویران شد. شما خواندید کم ترکوا من جنات و عیون و زروع و مقام کریم و نعمت كانوا فيها فاکهین، كذلك و اورثناها قوما آخرین. قوم دیگر که بنی اسرائیل بود، الله عزوجل وارث بلاد اونها، وارث باغات اونها قرار داد و فرعون و فرعونیان را برای همیشه هلاک و نابود کرد. صدق الله العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا موسی علیه السلام با دو قوم مواجه بود. یک قوم در اصطلاح بهش میگن قوم دعوت و قوم دوم قوم اجابت. قوم دعوت اون قومی که اونها را دعوت داد فقط اجابتی از طرف اونها صورت نگرفت، سالها با اونها کلنجار رفت و رنج کشید، سختی ها کشید تا اینکه سعی و تلاش موسی علیه السلام نتیجه داد و خدای عزوجل اونها را نابود کرد. فاغرقناهم فی الیم در آیات آخر درس خواندیم. اما از این آیه به بعد مرحله دوم دعوت موسی است، قوم اجابت. با اینها هم موسی علیه السلام داستانها داشت که در این سوره مبارکه بسیاری از مفاسد این قوم، بسیاری از مشکلاتی که این قوم داشت الله عزوجل یادآوری می‌فرماید. انسان در عجب میماند که انبیاء خدا، مخلصان و دعوتگران واقعی چه رنجهایی و چه زحمتهایی در راه دعوت الی الله تحمل کردند. این قوم را که خداوند عزوجل به برکت دعای موسی و به برکت تلاش و مجاهده موسی علیه السلام از دست و از چنگال فرعونیان رها کرد و نجات داد، از دریا سپری شد، دریا را پشت سر گذاشتند. البته این خدمت شما در درس های گذشته هم عرض کردم که فرعون که هلاک شد وارثان ملک فرعون هم بنی اسرائیل شدند، چون اینجا خدای تعالی فرمود و اورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون، ما وارث اونها قوم مستضعف را که در شرق و غرب مستضعف بود، منظور بنی اسرائیل اشاره هست. در جای دیگه الله فرموده و اورثناها قوما آخرین، وارث اونها قوم دیگر را ما قرار دادیم. خب در این هر دو تصریح نیست که بنی اسرائیل بر ملک فرعون حکومت بکند و وارث اونجا قرار بگیرد، اما فقط در سوره شعراء داریم و اورثناها بنی اسرائیل، بنی اسرائیل را وارث قرار دادیم. لذا اون آیه این هر دو آیه را تفسیر می کند. وارث بنی اسرائیل شد، حکومت به دست بنی اسرائیل افتاد، سرمایه ها به دست بنی اسرائیل افتاد. بنی اسرائیل چه کردند؟ کی را اونجا گذاشتند که حکومت بکند؟ چه کسانی رفتند؟ این دیگه ذکر نیست. قرآن که گفته وارث اونها بنی اسرائیل شدند، ما به گفته بعضی که این را ایرادی میگیرند و میگویند از اشکالات قرآن هست، چون در تاریخ نداریم غلط است. من عبارت علامه آلوسی را برای شما خواندم که علامه آلوسی میگه تاریخ همش دستسازه، تاریخ غلطه، تاریخ را من و تو نوشتیم، کلام الله درسته. الله میگه که بنی اسرائیل وارث شد، بس بنی اسرائیل شد، کیفیتش را الله بهتر میداند. اما بعد از اینکه خداوند اون ملک را به دست اینها داد، اون سلطنت فرعون را به دست اونها سپرد، بعد از اون اینها رفتن، بنی اسرائیلی ها رفتن، از دریا عبور کردن.
حال ببین این قوم را که خدا اینقدر بر اینها احسان کرده، لطف کرده، بعد از سالها زندگی بردگی و زندگی غلامی و ذلت و خاری خدا عزت داد، دشمنشون را جلو چشمشون غرق کرد، تمام سرمایه ها و تمام ملک و مصر برای اینها ماند، الان آزاد شدن، راحت شدن، الان میخوان برن به ملک خودشون. در مسیر قومی را میبینند که این قوم داره گوساله را پرستش میکنه، بتی هست که به شکل گوساله هست و همه اطرافش جمع شدند و همه اطرافش دارند که مراقبه میکنند و پرستش میکنند. این قوم بدبخت و این قوم ناسپاس به جای اینکه استغفار بکند، به جای اینکه به خدا رجوع بکند از دست این بت پرستان، به موسی پیشنهاد میده که ای موسی برای ما هم مثل اینها خدایی تعیین کن تا ما هم بشینیم اطرافش و حلقه بزنیم. اینجاست که موسی علیه السلام رنجهای مرحله دومش از اینجا شروع میشه، نگرانیهایش از اینجا شروع میشه. الله عزوجل این را بیان فرموده. الله می فرماید و جاوزنا ببنی اسرائیل البحر، ما بنی اسرائیل را عبور دادیم از دریا. فاتوا علی قوم یعکفون، آمدند بر قومی که آن قوم یعکفون، عکف یا اعتکاف هم از همین ماده هست، یعنی اونجا نشسته بودند به منظور عبادت. اعتکاف میگویند ماندن در جای به نیت تقرب و عبادت. اونجا اعتکاف داشتن بر بتانی مالشان، بتانی که مال اونها بود بر اون دور اون بتها حلقه زده بودن و نشسته بودن. اینها وقتی که دیدن که اینها عابد و معبود در کنار همند، خدایشون و بندگانشون بندگان خدای دروغین بود در کنار همند، این همه تعلیمات موسی چیزی یاد نگرفتن. قالوا یا موسی اجعل لنا الها کما لهم آلهه، گفتن ای موسی قرار بده برای ما معبودی همانگونی که برای آنان معبودی هست. اونها معبودی دارن، ما هم معبودی داشته باشیم، بشینیم در کنارش اعتکاف بشیم. موسی ناراحت شد. اولین پاسخ موسی قال انکم قوم تجهلون، شما قوم جاهلی هستید، قوم نادانی هستید. این چه پیشنهادی؟ این همه برای شما از توحید گفتم، از یکتاپرستی گفتم، اینکه فقط خدا را عبادت کنیم گفتم، شما هنوز متوجه نیستید، باز هم تمنای عبادت غیر الله دارید. و دومین جواب ان هؤلاء متبر ما هم فی، همانا اینها متبر هلاک شونده هستند، اینا هلاک میشن با آنچه که در آن هستند، یعنی با مذهبشون. ما هم فی با مذهبشون، با آنچه که در اون هستند، اینا خودشون و مذهبشون نابود میشند. و جواب سوم و باطل ما كانوا یعملون، اگر هلاک نشوند هم این عملشون باطله، این عملشون پوچه، بی ارزشه، این عبادتی نیست، این شرکه. و جواب چهارم موسی علیه السلام قال اغیر الله ابغیکم الها، ای انسان های نمک نشناس، آیا غیر از خدا من برای شما بطلبم خدایی، در حالی که و هو فضلکم علی العالمین، اون ذات شما را بر همه عالمیان فضیلت داد، به شما فضیلت بخشید، جایگاه بخشید. باز من برم غیر از او کسی دیگر را من برای شما به عنوان خدا انتخاب بکنم؟ چقدر نمک نشناس هستید. و بعد در ادامه تایید الهی، این تایید الهی است بر قوم موسی. ای بنی اسرائیل
نعمتهای من خدا را بیاد نمی آورید؟ و اذ انجیناکم من آل فرعون، زمانی که ما نجات دادیم، من نجات دادم شما را از آل فرعون، از شکنجه های آل فرعون. یسومونکم سوء العذاب، می چشانیدن شما را بدترین عذاب. یقتلون ابناءکم و یستحیون نساءکم، می کشتند پسران شما را و زنده نگه می داشتند دختران شما را. و فی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، در این بلاء بزرگی از جانب ربتون بود. بلاء عظیم، عظیم صفت بلا است. در سوره بقره هم خدمت شما عرض کردم بلا دو معنا دارد. بلا یک معنیش هست ابتلا. اگر ابتلا باشد مشار الیه فی ذالکم کی میشه؟ یسومونکم سوء العذاب یقتلون ابناءکم و یستحیون نساءکم. این که فرعون شکنجه میداد شما را، پسرانتون را میکشت، دخترانتون را زنده نگه میداشت، این امتحان بزرگی بود، آزمایش بسیار بزرگی بود. اما بعضی میگن بلا به معنی نعمت است، این نعمت عظیمی بود از جانب الله. اگر بلا معنیش نعمت باشه پس مشار الیه ذالکم چی هست؟ انجا هست. انجیناکم، ما شما را نجات دادیم. و فی ذالکم، این نجات نعمت بزرگی بود. چی نعمت بزرگی بود؟ نجات، انجا ما شما را، نجات ما شما را نعمت بسیار بزرگی بود. به هر حال این مرحله اول امت اجابت بود. سپری شد اون، رد شدند از اون، گذشتند تا اینکه به سینا رسیدند، صحرای سینا. در صحرای سینا موسی علیه السلام باید حسب وعده میرفت به طرف طور. الله عزوجل با او وعده کرده بود که بعد از هلاک فرعون و دشمنان شما من به شما کتابی میدم که بر اساس اون کتاب شما عمل بکنید، زندگی را به همون صورت بگذرانید، یک آیین‌نامه زندگی. الان وقت اون وعده هست. فرعون هلاک شد، خدای عزوجل بنی اسرائیل را در صحرای سینا میگذارد و خودش طبق اون وعده پیش خدای عزوجل میره. الله می فرماید و واعدنا موسی 30 لیله، ما با موسی وعده کردیم 30 شب. و اتممناها ب10 و ما تکمیل کردیم آن را با 10 شب دیگر. فتم میقات ربه 40 لیله، تکمیل شد میقات پروردگارش 40 شب. اضافه شدن 10 شب بر 30 شب، اونطور که در روایت ها آمده، در تفاسیر این روایت را نوشتند که خدای عزوجل به موسی علیه السلام دستور داد در این زمانی که به طور می آید روزه باشد. موسی علیه السلام روزه بود و بر اثر روزه بعد از 30 روز دهان موسی علیه السلام یه بوی خاص و یک تعفن خاصی داشت. موسی علیه السلام دهان خودش را شست، مسواک زد، تمیز کرد تا بو از بین بره. خدای تعالی گفت ای موسی چرا این کار را کردی؟ اون بویی که در دهانت بود برای ما از بوی مسک هم بهتر بود، لذا تا اینکه دوباره چنان بوی ایجاد بشه خداوند دستور داد 10 روز دیگه بماند و روزه باشد. تا موسی علیه السلام 10 روز دیگه ماند، پس 40 روز تکمیل شد. به این علت نکته دیگر که میخوام عرض کنم اینه که معلوم میشه که نزول وحی و نزول کتاب با روزه نسبت خاصی دارد.
رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هم در ماه روزه و در ماه رمضان قرآن را دریافت کردند. شهر رمضان الذي انزل فیه القرآن. لذا قرآن مجید و همچنین تورات با روزه نسبت دارد. سرش را الله عزوجل بهتر میداند، ولی انسان که فکر میکند شاید یک نکته اینه که وقتی که انسان روزه میگیرد معنویت غالب میشه، مادیت مغلوب میشه. مادیت شکم است، سیر شدن است، غذا هست، بقیه نیازهای جنسی هستند، اینا مغلوب میشن، مقهور میشند و معنویت غالب میشه. لذا در صورتی انسان آمادگی داره برای دریافت وحی الهی که مادیت بمیرد، مادیت در بدن ضعیف بشه، کمبود کم بشه. به همین خاطر بهترین عمل در ماه مبارک رمضان بعد از روزه فرضی، بهترین عمل اشتغال بالقرآن است. با قرآن مشغول بشید، قرآن تلاوت کنید، قرآن بخوانید، قرآن دور کنید، تکرار کنید، تفسیر، ترجمه، تلاوت، تجوید. از همه اعمال اشتغال بالقرآن بهتره. بزرگان ما و سلف ما در ماه رمضان بعضی ها هر 3 روز یک ختم، بعضی هر 2 روز یک ختم، بعضی ها هر روز یک ختم، بعضی ها روز یک ختم و شب یک ختم می گرفتند، به دلیل اینکه این ماه با قرآن مجید رابطه خاصی دارد. پس بهترین صورت همینه که ما در ماه رمضان وقتی که روزه هستیم قرآن بخوانیم، قطعا تأثیرات بیشتری بر روح و روان ما، بر معنویت ما خواهد داشت انشاءالله. الله تعالی می فرماید ما وعده کردیم با موسی 30 شب و تکمیل کردیم آن را با 10 تا. فتم میقات ربه 40 لیله. میقات پروردگار او تکمیل شد به 40 شب. و قال موسی، حال این اجمال بود، خلاصه بود، تفصیل قصه، تفصیل داستان. و قال موسی لاخیه هارون، موسی به برادرش هارون گفت اخلفنی فی قومی، خلیفه من باش در قوم من. در قوم خلیفه پشت سر من اداره بکن، مدیریت داشته باش که اینها به انحراف و به گمراهی نرند. و اصلح، این امر ابقایی هست، مثل گذشته اصلاح را ادامه بده. ولا تتبع سبیل المفسدین، اینم امر ابقایی است، همچون سابق پیروی نکن، دنبال نکن از راه مفسدین، از راه مفسدان. موسی علیه السلام آمد به طور و وقتی که هم کلام شد و دریافت کلام الهی را، مشتاق و علاقمند شد برای لقاء پروردگار خودش. لذا از خدای عزوجل تقاضای ملاقات کرد. خداوند را گفت که خدایا خودت را به من نشان بده، میخوام ببینم شما را. عاشق در از کنم که دیدار معشوق و محبوب دیوانه هست، میخواد ببینه. اما موسی که پیغمبر است هم خبر ندارد که این معشوق از اون معشوقهایی هست که در دنیا دیده نمیشه. لا تدرکه الابصار. الله عزوجل فرمود لن ترانی، هرگز تو این دنیا نمیشه منو ببینی. آزمایش بکن، ببین کوه را من تجلی بر کوه میندازم، نه اینکه خودم را بهت نشان بدم. موسی خدا را ندید اینکه غش کرد، من تجلی بر کوه میندازم. اگر اون کوه توانست استقامت بکند، تو هم میتونی استقامت بکنی. اگر اون کوه نتوانست، تو هم نمیتونی. لذا موسی علیه السلام کوه را دید، چیزی دیگر ندید.
تجلی که بر کو افتاد، کو تجلی را ندید. تجلی من اینطور خدمت شما عرض کنم که کسی را بلا تشبیه، یک کسی هست خودش را میخوای ببینی، خودش نمیبینی، سایهش را میبینی. سایه هم نوعی تجلی هست از انسان. خب سایه هیچ وقت خودش نیست. پس الله عزوجل بخشی از تجلیات، اونم بخش بسیار کوچکی که در بعضی روایت ها آمده به اندازه رأس خنصر ناخن، به این اندازه الله تجلی انداخت کو تک پاره شد، ریزه ریزه شد. موسی اینجا از اون عظمت به زمین افتاد و بیهوش شد. لذا الله عزوجل فرمود ثابت شد که منو نمیتونی ببینی. ولما جاء موسى لمیقاتنا وكلمه ربه، زمانی که موسی به موعد ما و میقات ما آمد، و کلمه ربه، با ربش هم کلام شد، سخن گفت. قال رب ارنی انظر الیک، موسی پیش پروردگار التجا کرد، بار الها به من نشان بده خودت را، نگاه میکنم به سوی تو. قال لن ترانی، هرگز مرا نمی بینی، ولكن انظر الى الجبل. این نمونه هست برای تشفی، برای مطمئن شدن. اما نگاه بکن بکو، فإن استقر مکانه، اگر کو در جایش استقرار یافت، فسوف ترانی، پس این دلیل خواهد بود که تو هم ان قریب مرا میبینی. کو خیلی سرسخت‌تر از انسان، اگر کو که خیلی سرسخت‌تره تونست دوام بیاره، تو هم میتونی. فلما تجلی ربه للجبل، زمانی که تجلی انداخت رب او برای کو، جعله دکا ای مدکوکا، قرار داد او را تکه تکه، ریزه ریزه. و خر موسی صعقا، و موسی افتاد بیهوش، بیهوش شد. بعد از مدتی، لحظاتی، ساعاتی بیهوش آمد. فلما افاق قال سبحانك، وقتی که موسی افاق شد، بیهوش آمد، گفت سبحانك، تو پاک هستی، تو قابل مقایسه با هیچ مخلوقی نیستی. تبت الیک، من توبه کردم، رجوع کردم به سوی تو. از چی توبه کرد؟ از سؤال ارینی، که دوباره بگم ارینی، از این توبه کردم، دوباره نمیگم خدایا. و انا اول المؤمنین، من اولین مؤمن هستم. به چی؟ به لن ترانی، به خود خدا که از قبل ایمان داشت. این که هیچ بنده تو را نمیتونه ببینه، من اولین کسی هستم که به این ایمان دارم. خلاصه موسی علیه السلام نتونست پروردگار را ببیند. آیه بعدی را بعضی ها ازاله حزن گفتند، دور شدن غم. چرا؟ چون موسی که نتونست خدا را ببینه، شاید به دلش گران شد که من محبوبم را نمیتونم ببینم. الله عزوجل به او پاداش دیگری داد، در عوض مرهم دیگر بر قلبش گذاشت. اون چی بود؟ قال یا موسی انی اصطفیتک علی الناس، ای موسی من تو را برگزیدم بر مردم، تو مصطفی هستی، برگزیده شده هستی. این یک فضیلت. برسالاتی، تو را برای رسالت های خودم، برای پیام های خودم برگزیدم. و دوم و بکلامی، و بشرف کلامم، تو را این شرف دادم که کلام من را تو به مردم، کلام من با من هم کلام شدی.
اون که کلام را میرسانیم اون رسالت بود. با من هم کلام شدی. موسی کلیم است، نه کلیم الله. این شرف را، این جایگاه را، این فضیلت را به تو دادم، لذا این مرهم است، نگران نباش. تو رسول الله هستی، تو کلیم الله هستی، لذا برو با قوت و با توان هرچی بیشتر به وظیفت برس. فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، بگیر آنچه که من به تو دادم. قرطبی گفته اقنع ما آتیتک، قانع باش به همین زیاده. وکن من الشاکرین، از بندگان شاکر و سپاسگزار باش. لذا موسی علیه السلام برداشت الواح تورات را، تخته های نوشته شده تورات را، و رفت به سوی قوم. الله می فرماید و کتبنا له فی الالواح من کل شیء موعظا، ما نوشتیم برای موسی در اون لوحا، در الواح تورات، من کل شیء موعظا، از هر چیز موعظه نوشتیم، موعظه هر چیز، و تفصیلا لکل شیء، و تفصیل هر چیز. ببین تفصیلا لکل شیء، قبلا هم گفتیم هر جا کل به معنای استغراق حقیقی نیست. اونجا که رسول الله میفرماید فتجلی لی کل شیء، هم به معنای استغراق حقیقی نیست، مثل این کل است. این استغراق اضافیه. کل یعنی اون احکامی که ضرورت داشت، احکامی که لازم بود. همه مغیبات دنیا را خدا تو تورات ننوشته، هرچی که نیاز اونها بود از احکام. پس کل به معنای استغراق اضافی هست. اونایی که مد نظر هستند، بله. الله می فرماید فخذها بقوت وامر قومک، اینها را با قوت بگیر، با همت بگیر. این فریضه عبدیت است. وامر قومک، این فریضه رسالت است. ای موسی قومت را امر کن، قومت را دستور بده، یأخذوا باحسنها، به موارد زیبایش بگیرند، موارد زیبای این تورات را، و اون مواردی که دستورات زیبایی دارد عمل کنند. سأریکم دار الفاسقین، این ترغیب به اطاعت است. یعنی اگر از خدایتون فرمان بردید، ان قریب شما را نشان میدم دار الفاسقین را، اون داری که فاسقان اونجا بودند اونها را نابود میکنم و شما را جای اونها قرار میدم. دار الفاسقین بعضی گفتن ملک فاسقین عمالقه هستند که بر بیت المقدس اونها حکومت میکردند و چیره شده بودند. و بعضی گفتند قوم شهر مصر مراد است که فرعون را خدا هلاک کرد. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، اما متکبر و مستکبر از آیات من محروم میماند. معنیش اینه سأصرف، برمیگردانم از آیات خودم، الذین یتکبرون، آنانی که تکبر میکنند در زمین بنا حق. هر کس تکبر کند بنا حقه، چون تکبر حق الله است. فإن التكبر انما حق الله تعالى، فمن تكبر ممن دونه يكون بغير الحق. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، این متکبرینند، کسانی که مهر جباریت بر قلبشون بخورد. الله می فرماید اگر ببینند هر آیه لا یؤمنوا بها، اونها به اون آیه ایمان نمی آورند. و این یروا سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا، و اگر ببینند آنها راه هدایت را، اون را به عنوان راه انتخاب نمی کنند. و این یروا سبیل الغی یتخذوه سبیلا، اگر آنان ببینند راه گمراهی را، اون را به عنوان راه انتخاب می کنند.
چرا این محرومیت از هدایت و چرا این شغف به سوی گمراهی؟ ذلك بأنهم كذبوا بآیاتنا، این به سبب این است که آنها تکذیب کردند آیات ما را و کانوا عنها غافلین، اونها از آیات ما غافل بودند. این سبب اول. سبب دوم یا سبب و سبب هست. همیشه قبلا هم خدمت شما عرض کردم، همیشه گناه کوچک انسان را به گناه بزرگ میکشاند. غفلت سبب میشه که تکذیب بکنه آیات را، تکذیب سبب میشه که انسان از هدایت برای همیشه محروم بشه و مهر جباریت بر قلبش بخورد. پس رفته رفته انسان به کبائر میرسد. والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الاخره، این تخویف اخروی هست. اینا بدونن در دنیا اینطور محرومیت، در دنیا مهر جباریت، در دنیا صم بکم و عمیون، در آخرت هم همه اعمالشان تباه برباد، ولو اینکه 100 تا شتر در یک روز کشته باشند. الله می فرماید والذین کذبوا بآیاتنا، آنانی که تکذیب کردن آیات ما را و لقاء الاخره و ملاقات آخرت را، حبطت اعمالهم، اعمالشان برباد شد، ضایع شد. هل یجزون الا ما كانوا یعملون، اینها پاداش داده نمیشوند مگر اعمالی که انجام میدن. اعمال اینها چیه؟ کفر و تکذیبه، عناد و استکباره. عناد و استکبار عرض کنم که پاداشش چیه؟ جهنمه. واتخذ قوم موسی من بعده من حلیهم عجلا جسدا، اون ناسپاسی اول قوم اجابت بود، یا موسی اجعل لنا الها کما لهم آلهه. این ناسپاسی دوم است، ناشاکری دوم است. الله می فرماید موسی علیه السلام که رفت، قوم بعد از اون گوساله‌ای درست کرد. گوساله‌ای که جسدی بود، معنیش این که یعنی خود گوساله نبود بلکه مجسمه گوساله بود، جسد گوساله بود. اما فرقش با بقیه گوساله بود که له خوار، صدا داشت. این صدا از کجا آمد؟ بعضی گفتن طوری این سامری ماهرانه این را درست کرد که صدایش طبیعی بود، صدا از اون خارج می شد. شکم گوساله خالی بود و دهانش 2 تا بودند و از طوری ساخته بود که از یک دهانش که از دهانش باد وارد می شد، وزش باد از اون قسمت دیگر دهانش خارج می شد، صدایی یا سود کشیدنی داشت. مثل این میماند که شما تجربه کردید، گاهی بیرون میرید و آفتابه دستتون هست، ظرفی مثل آفتابه دستتون باشه که 2 تا دهانه و سوراخ داشته باشد، از یکی باد میوزد، از یکی دیگه خارج میشه، سوت میکشه، صدا میده. اونم چنین صدای داشت. اما این زیاد به دل نمی نشیند، به دلیل اینکه این طبیعی هست. اون یک چیز غیر طبیعی خارق العاده درست کرده بود که تونست قوم را فریب بده. و الا این هر که میدانه که این صدا صدایی هست که هر چیزی که به این شکل درست بشه این صدا برای او خواهد بود. به این خاطر گفتند که سامری بعضی چیزها را با خودش داشت. چنانچه موسی علیه السلام گفت ای سامری تو چطور اینو درست کردی؟ از کجا؟ سامری گفت که فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسی. من یک قبض خاک، مشت خاک از اثر رسول، رسول مراد جبرئیل است، از اثر اسب
پای اسب جبرائیل اونجایی که پایش را گذاشته بود از اونجا برداشتم و اونها را فنبذتها، اونها را در داخل انداختم و کذالک سولت لی نفسی، نفسم به من اینطور گفت. مفسرین این آیه را اینطور تشریح کردن که روزی جبرائیل پیش موسی علیه السلام آمد و بعد از اینکه برگشت بر براقش سوار شد و براق با سرعتی میرفت. خدای عزوجل، امتحان الهی بود، اصلش همینه که امتحان الهی بود. خدای عزوجل به سامری نشان داد که اسب چطور میره و هر جا که محل پای این اسب بود، اسب هر جا پا میگذاشت اونجا سبزی، بوته چیزی درست میشد. لذا سامری دریافت که در اثر پای این اسب حیات است، زندگی هست. اون خاک را با خودش برداشت و نفسش بهش همین گفت. اون خاک را درون این گوساله انداخت و این گوساله مثل گوساله هایی که زنده باشند صدا میداد. لذا این خارق العاده از اونجا بود و این قوم فریب خورد. لذا گاهی اگر یه چیز خارق العاده انسان ببیند، اونم امتحان الهی هست. امکان داره دیوار با شما صحبت بکند، مجسمه با شما صحبت بکند، من شما باید پایبند قرآن باشی. از این صحبت ها نباید متاثر بشیم. جنات هم میتونن این کارا را بکنند. لذا الله می فرماید واتخذ قوم موسى من بعده من حلیهم عجلا جسدا. قوم موسی گرفت بعد از موسی، بعد از رفتن موسی به سوی طور، من حلیهم از زیورالاتشان، عجلا جسدا گوساله، نه خود گوساله، جسدا مجسمه گوساله که له خوار، برای اون چی بود؟ صدا بود. شاه عبدالقادر رحمه الله گفته جسدا برای تحقیر است، یعنی اینقدر این قوم بی ارزش بود که خود گوساله را حتی پرستش نکردن، جسد و مجسمه گوساله را. الم یروا انه لا یکلمهم ولا یهدیهم سبیلا. حقارت دوم، آیا آنها نمی دیدند که آن گوساله باشان سخن نمی گوید و همراه اونها را راهنمایی نمی کنه به هیچ راهی. اتخذوه و کانوا ظالمین. او را گرفتن. او را به چه عنوان گرفتن؟ ببینید اتخذ فعل هست متعدی به دو مفعول است. در اولی خواندی واتخذ قوم موسی من بعده عجلا جسدا. گوساله، جسد گوساله را چی گرفتن؟ الهن. جسد گوساله به عنوان اله گرفتند. اینجا هم از اتخذوه الهن مقدره، هو مفعول اولش است. او را گرفتن به عنوان چی؟ اله، خدا. و ظالم بودند در این کار، چون که شرک بود. ان الشرک لظلم عظیم. اما ولما سقط فی ایدیهم، وقتی که کاملا پشیمان شدند. سقط فی یده کنایه از این است که کاملا نادم و پشیمان شد. یعنی بعد از برگشت موسی وقتی که اونها را تفهیم کرد که کار بدی بود شما کردید، این شرک به خداست، دیگه پشیمان شدن. پس ولما سقط فی ایدیهم ای بعد عود موسی من المیقات، بعد از اینکه موسی از اون موعد برگشت. یقال للنادم المتحیر سقط فی یده. کسی که پشیمان بشه و سرگردان بشه در زبان عربی میگن سقط فی یده، یعنی دستش در دستش افتاد، پشیمان شد معنیش. پس سقط فی ایدیهم، اینا حیران و سرگردان و پشیمان شدند. و رأوا انهم قد ضلوا. رأوا اینجا به معنی علمو هست، یعنی دانستند که گمراه شدند، متوجه شدند که این راه گمراهی بود. پس اونها اظهار معذرت و اظهار ندامت کردند. چی گفتند؟
قالوا لئن لم یرحمنا ربنا، گفتند اگر رب ما بر ما رحم نکند، و یغفر لنا، و اگر رب ما را مغفرت نکند، لنکونن من الخاسرین، حتما ما از زیانکاران میشیم، ما ضرر میکنیم اگر خدا بر ما رحم نکند. ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا، این غیرت موسوی هست. ولما رجع، ببین این واو شما خواندید در نحو که برای مطلق جمع است، برای ترتیب نیست، یعنی به اون ترتیب نیست که اول قوم پشیمان شد بعد موسی برگشت، این ترتیب نیست. واو برای مطلق جمع است. اون که پشیمان شد بعد از برگشتن موسی بود، بعد از اینکه موسی اونها را تفهیم کرد. خب اونجا برگشت موسی. اینجا ولما رجع، اینجا خدای عزوجل بعد از اون مسئله میخواد غیرت موسی را برای ما بفهماند. پس مطلقاً اینجا گفته شده، ترتیبی دیگه اینجا نیست که این واو بگیم که بعد از اون واقع بود، نه، اون قبل از این بود. بله، اصل ترتیب در سوره طه هست. فرجع موسی الى قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي اعجلتم امر ربكم والقى الالواح واخذ برأسه اخيه يجره اليه الى آخره. اول که برگشت موسی با اونها درگیر شد. پس ولما رجع موسی الى قومه غضبان اسفا، زمانی که موسی به سوی قومش آمد در حالی که خشمناک بود و متاسف بود، خیلی حسرت میخورد بر این قوم، این همه زحمت کشید، همه زحمت های موسی را با یک شرک برباد کردن. قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، ای قوم بسیار بدی هست، بسیار بد جانشینی کردید مرا. بئس ما خلفتمونی، بسیار بد جانشینی کردید بعد از من، یعنی من رفتم پشت سر من خیلی بد عمل کردید. اعجلتم امر ربکم، آیا شما عجله کردید در امر ربتان. و القى الالواح، الواح را انداخت. الواح منظور الواح تورات است، نه اینکه موسی علیه السلام عمدن انداخت. در شأن و جایگاه پیغمبر این نیست که عمدن بندازد اونها را. منظور اینه که از بس که عصبانی بود و از بس که ناراحت بود، بدون اختیار اون الواح از دستانش افتادند. چنانچه علامه آلوسی نوشته و الصواب ان یقال، درسترش اینه که اینطور بگیم که انه علیه السلام لفرط حمیته الدینیه، موسی علیه السلام به خاطر اون غیرت دینی که داشت و شدید غضبه لله تعالی، و چون که خیلی به خاطر خدا و برضای الله غضب کرده بود، البغض فی الله بود، نه، لم یتمالک، خودش را کنترل نکرد، الى ان وقعت الالواح من یده بدون اختیاره، که الواح از دستش بدون اختیار افتاد، نه اینکه العیاذ بالله سوی ادب بشه و بندازه. و اخذ برأس اخیه یجره الی، گرفت سر برادرش را در حالی که میکشید او را. قال ابن امه، گفت ای پسر، ای فرزند مادر. ابن مادر، چون که از پدر و مادر بود موسی، ولی شفقت مادر چیه؟ بیشتره. میخواد که موسی را تحریک بکند به اون مهربانی مادر، رگ عطوفت را میخواد تحریک بکنه. میگه قال ابن امه، ای فرزند مادر، ان القوم استضعفونی، همانا قوم مرا ضعیف شمرد و کادوا یقتلوننی، نزدیک بود مرا بکشد. معلوم میشه که خیلی درگیر شده بود با اونها، خیلی مبارزه کرده بود که آخر خطر جانش بود.
لذا اونها از قبل با من دشمنند، تو بیشتر دشمنان را بر ما نخندان. فلا تشمت بی الاعداء، نخندان به من دشمنان را. ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، و مرا قرار نده با قوم ظالم. حساب من از اونها جداست، من جز اونها نیستم، چرا مرا با اونها قرار میده؟ موسی علیه السلام جا متوجه شد و موسی از خدای عزوجل برای خودش و برادرش مغفرت طلبید. قال رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك، بار اله مرا ببخش و برادرم را و هر دو ایمان را داخل بگردان در رحمتت. و انت ارحم الراحمین، تو ارحم الراحمین هستی، پس دعای ما را قبول بفرما. ارحم الراحمین بودن می طلبت دعا قبول بشه. ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم. حال جریمه ناسپاسی و ناشاکری، الله می فرماید بدون شک کسانی که اتخذوا العجل، گوساله را گرفتن. گوساله را چی گرفتن؟ عرض کردم هر جا این مفعول دوم مقدر است. اتخذوا العجل الها، به عنوان اله و معبود گرفتن. سینالهم غضب من ربهم، ان قریب به آنها غضبی میرسد از جانب ربشان. و ذلت فی الحیات الدنیا، و ذلتی در زندگی دنیا. و کذالک نجزی المفترین، بیان سنت الله، همه افترا گویندگان را این گونه پاداش میدهیم و به کیفر اعمالشان میرسانیم. اما کسانی اگر توبه بکنند، نتیجه توبه و همچنین ترغیب به توبه. والذین عملوا السیئات، آنهایی که عمل سیء انجام میدند، آنهایی که گناه میکنند. ثم تابوا من بعدها و آمنوا، معلوم میشه مراد از سیء شرک است، چون و آمنو آمده. بعدا توبه می کنند و ایمان می آورند. ان ربک من بعدها لغفور رحیم، من پروردگار بعد از توبه آن غفور رحیم است، بخشاینده و مهربان است. به هر حال موسی علیه السلام خشم و غضبش آرام گرفت و بعد موسی علیه السلام تورات را تقدیم کرد. ولما سکت عن موسی الغضب، زمانی که از موسی غضب ساکت شد، آرام شد. اخذ الالواح، الواح تورات را برداشت. و فی نسختها هدى، و در نسخه تورات هدایت بود و رحمت بود. للذین هم لربهم یرهبون، رحمت بود برای کسانی که از ربشان می ترسند. یرهبون ای یخافون، لربهم ای من ربهم، اونهایی که از رب می ترسند برای اونها در نسخه های تورات چی بود؟ هدایت و رحمت. بارها عرض کردم هدایت علما یعنی میخوان راه هدایت را یاد بگیرند، تورات هدایت، و عملا رحمت. اگر میخواند که رحمت الهی بر اونها سرازیر بشه باید عمل بکنن به کتاب خدا. به هر حال به موسی علیه السلام تورات داده شد. موسی تورات را تقدیم کرد. بعد از تقدیم تورات 70 نفر را برداشت ببرد به کوه تور. و اختار موسی قومه 70 رجل، موسی انتخاب کرد و اختیار کرد از قومش 70 نفر لمیقاتنا، برای میقات و موعد ما، که اونجا بریم در کوه تور بیاند. چرا بیاند؟ اینجا اقوال متفاوته. بعضی گفتند این 70 نفر به خاطر معذرت خواهی به نمایندگی از قوم. این 70 نفر نخبگان بودند، بهترین ها بودند.
اینها برند اونجا از خدا عذرخواهی بکنند که خدای قوم ما اشتباهی کرد، اینها را ببخش. بعضی میگن نه، این 70 نفر همون 70 نفری هستن که در سوره بقره ما داستانشون را خواندیم. و اذ اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوه. بعد از اینکه موسی، اصل داستان این بود که بعد از اینکه موسی علیه السلام تورات را آورد و گفت این را خداوند در طور به من داده، اونا گفتن ما از کجا بدونیم واقعا کتاب خداست. موسی را گویا باور نداشتند، اعلام شک کردند. آخر موسی گفت که ما هم باید خودمون بشنویم از خدا که خدا به ما اعلام بکنه این کتاب من است. آخر موسی علیه السلام از خداوند اجازه گرفت و تعدادی به عنوان نماینده که نخبگان و خبرگان بودند، خبرگان را موسی با خودش برداشت و برد. اینها وقتی که رفتن اونجا، چه اون 70 نفر اولی چه این 70 نفر، دو قول است. اونجا که رفتند خداوند عزوجل هم کلام شد با اونا، گفت خدایا، موسی قبل از این گفت خدایا این قوم را آوردم که قال هؤلاء هم على اثری و عجلت الیک رب لترضى و ما اعجلک عن قومک یا موسی. خداوند خبر داشت، گفت موسی چرا عجله جلوتر آمدی، از اونها جدا شدی؟ قال هم اولای علی اثری، خدای اونها پشت سر دارن میان. و عجلت الیک رب لترضى، چون خداوند خواسته بود، این اجابت دستور خداوند بود، من زودتر آمدم خدایا تا تو راضی باشی. معلوم میشه هر وقت ما را خدا بخواد، هر که زودتر بیاد خدا راضی میشه. روزانه 5 وقت خدا ما را برای عبادتش میخواد، نه؟ هر که زودتر بیاد الله راضی میشه. لذا موسی علیه السلام گفت اینها پشت سر است. اینا که آمدن، خدای عزوجل اونطوری که یلیق بشأنه، لایق ذات الله بود، با اونها هم کلام شد، به اونها اعلام کرد که تورات کتاب من است و به تورات عمل کنید. بالاخره اینها گفتند که ما قبول نمی کنیم، باید خدا را ببینیم. دیگه وجب به وجب میخوان جلوتر بیاد. الله عزوجل ناراضی شد، فاخذتهم الرجفه، یک رجفه اونها را گرفت. رجفه به لرزش زمین هم میگن و آتشی که از آسمان بیاد و باعث زلزله بشه هم میگن. خلاصه آتشی آمد، عذابی آمد، همه اینها را از بین برد، کشتشون، همه مردن. موسی پریشان شد، گران شد، خدایا اینها نادان بودن، به خاطر این نادان ها ما را مؤاخذه نکن. موسی از این نگران بود که جواب قوم را چی بده، زحمات چند دهر چطور بذاره که از دست برد، چون که قطعا قوم از موسی جدا می شد و به طرف کفر می رفت. که اینها خبرگان ما بودن، بهترین های ما بودن، اینا را برده به کشتن دادی. لذا موسی تمنا کرد، التجا کرد، خدای اینها را دوباره زنده بکن. خداوند زندهشون کرد. پس این اشاره به همون واقع است. واختار موسی قومه 70 رجلا لمیقاتنا، اختیار کرد موسی از قومش 70 مرد برای موعد ما. فلما اخذتهم الرجفه، زمانی که اون رجفه و لرزش اونها را گرفت و اونها مردند، قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل، بار اله اگر تو میخواستی هلاک میکردی اینها را قبل از این، و ایای و همچنین مرا. اتهلكنا بما فعل السفهاء منا، بار اله آیا ما را هلاک میکنی به اون چیزی که این نادان ها از ما انجام دادند. ان هی الا فتنتک، من میدانم این صاعقه و زلزله و رجفه نیست مگر امتحان تو، تضل بها من تشاء،
تو گمراه میکنی هر کسی را که بخواهی و تهدی من تشا و هدایت میکنی هر کسی را که بخواهی. انت ولینا تو ولی ما هستی، تو حامی ما هستی در دین و دنیا. فاغفر لنا وارحمنا ما را ببخش و بر ما رحم کن. و انت خیر الغافرین بهترین بخشنده هستی، بر ما رحم کن و این سفها و این نادانها که نادانی کردن بسبب این ما را مؤاخذه نکن. واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنه در این دنیا هم برای ما حسنه و نیکی بنویس. حسنه یعنی ایمانا و طاعه. و فی الاخرة انا هدنا الیک و در آخرت بار الها ما هدایت شدیم بسوی تو. هدنا الیک ای تبنا الیک ما رجوع کردیم بسوی تو. الله عزوجل اجابت فرمود اما با این قانون، با این ضابطه. قال عذابی اصیب به من اشاء عذاب من طوری است که من میرسانم اون عذاب را به هر کسی که بخواهم. در بعضی از احیان هر کسی از بندگان را بخواهم گرفتار میکنم. و رحمتی وسعت کل شیء اما رحمت من در برگیرنده هر چیز هست. وسعت کل شیء وسیع فراخ در بر گرفته هر چیز را. ای عموم لا نهایت لها رحمت من عام است هیچ نهایتی ندارد. و من دخل فیها لم تعجز منه هر کسی وارد رحمت بشه عاجز نمیشه. فسأكتبها للذین یتقون ببینید اینجا اجابت الهی هست. خدا وعده رحمت هم میکند چون موسی چی گفت؟ وارحمنا. از خدا چی خواست؟ رحمت خواست. خدا برای رحمت وعده میکند اما شرایط را ببینید و شرایط را پیدا کنید، برای خودتون پیدا کنید. الله می فرماید فسأكتبها حتما یا ان قریب من می نویسم آنها را. یعنی رحمت را، رحمت خاصه الله برای چه کسی خدا می نویسه؟ اینها مستحقین رحمت هستند. یک للذین یتقون این رحمت برای کسانی که از خدا بترسن. این عمل قلب است. یتقون تقوا یه چیز قلبی هست. دو و یؤتون الزکات و کسانی که از زکات میدهند یعنی مالشون را در راه الله قربان میکنند. سه والذین هم بآیاتنا یؤمنون اصلاح عقیده آنانی که به آیات ما ایمان دارند عقیده شون درسته. چهار الذين يتبعون الرسول النبي الأمي رحمت من شامل حال اونها میشه که یتبعون پیروی میکنند رسول، اون رسولی که هم رسول هم نبیه. الامی امی هست. امی به پیغمبر خدا میگوید، بعضی میگن به خاطر امی بودنش. امی یعنی بی سواد، کسی که به مکتب نرفته، کسی که درس نخونده. و امی بودن برای پیغمبر با وجود این قرآن یک کمال است، معجزه است. و بعض میگن نه، امی نسبتش هست به شهر مکه. اسم اصلی مکه چی هست؟ ام القرى. شما خواندید لتنذر ام القرى. شما مثلا مال زاهدانی به شما میگن زاهدانی، زابلی. به هر جایی که انسان باشد به اونجا نسبت داده میشه. لذا رسول الله اهل مکه هست، اهل ام القرى است، به اون چی میگن؟ امی میگوین. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي آنانی که پیروی میکنند از رسول نبی امی. الذي
یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل. اون رسول امی که میابند او را نوشته شده نزدشان در تورات و انجیل. و فریضه پیامبر این چهارمین بود، نه؟ چهارمین شرط برای رحمت خاصه ایمان به رسول الله صلی الله علیه وسلم، به نبی خاتم. و فریضه پیامبر یأمرهم بالمعروف، اون پیامبر دستور میده آنها را به کارهای معروف و نیک. و ینهاهم عن المنکر، و از منکرات و از کارهای بد و زشت اونها را منع میکند. و یحل لهم الطیبات، و حلال میکند برای آنها مالهای پاکیزه را، مثل بحیره، صائبه و سیلحام یا گوشت شتر که اصلا نمیخوردند. و یحرم علیهم الخبائث، و حرام میکند یعنی اعلام میکند حرمت را بر آنها، خبائث را، اون مالهای خبیثه کالدم والمیتة ولحم الخنزیر. حرمت اونها را چی میکند؟ بیان میکند. و یضع عنهم اصرهم، و این پیغمبر وضع میکند یعنی دور میکند از اونها اصرهم، بار شدید اونها را. اسم منظور چیه؟ احکام شدیده. احکام شدیده خیلی احکام سختی و شاقی در بنی اسرائیل بود. والاغلال التي كانت عليهم، و توقهای که بر اونها بود. مثلا قبلا خواندیم در بنی اسرائیل بود هر کسی مرتکب کبیره بشه تنها کفاره قتل است، باید کشته بشی بعد گناهت معاف میشه. اما در اسلام کفاره چیه؟ توبه هست. در بنی اسرائیل اگر کسی بر بدنش، بر لباسش نجاستی واقع میشد هرگز با آب پاک نمیشد، باید با قیچی، با مقراض قطع میشد، دور انداخته میشد اون تکه پارچه. و مسئله روزه، صدها احکام دیگر، اینها تکالیف شاقه و بارهای سنگین بودند. همچنین در بنی اسرائیل زکات 1/5 بود یا 1/4، بعضی گفتن 1/4، ولی در اسلام 1/40. فالذین آمنوا به وعزروا، مدار فلاح و مدار نجات را الله عز وجل جالب فرموده. فالذین آمنوا به، پس کسانی که ایمان میآورند به این نبی امی، و عزروه، و او را احترام میگذارند، و نصروه، و او را یاری میکنند، در کنارش جهاد میکنند. و اتبعوا النور الذی انزل معه، و همچنین پیروی میکنند آن نوری را که با اون نازل شده. منظور از نور قرآن است، و هو القرآن، اون نوری که با رسول الله نازل شده. اولئک هم المفلحون، این افراد رستگارانند، اینها رستگارند و کامیابند. بعد از اینکه الله عز وجل شرایط رحمت خاصه را بیان فرمود و از اون شرایط یکی ایمان به پیغمبر بود، حال پیغمبر خودش را میگه شما دعوتت را به صورت عمومی برای همگان بده، همه را دعوت بده به سوی فلاح. قل یا ایها الناس، ای پیامبر اعلام کن ای مردم، انی رسول الله الیکم جمیعا، عمومیت بعثت محمدیه، همانا من به سوی همه شما، به سوی جمیع شما رسول خدا هستم. الذی له ملک السماوات والارض، کدوم خدا؟ خدای یگانه، خدای یکتا، اون خدایی که برای اوست پادشاهی آسمان ها و زمین. لا اله الا هو، اون خدایی که هیچ معبودی غیر از او لایق پرستش نیست، و اون خدایی که یحیی و یمیت، انسانها را غیر انسانها را زنده می کند و می میراند، اونی که موت و حیات به دست او هست. من به عنوان رسول اون خدا برای هدایت قاطبه شما فرستاده شدم.
وظیفه شما چیه؟ فآمنوا بالله و رسوله، پس شما ایمان بیاورید به الله، این اصل اول است توحید، و رسوله اصل دوم رسالت، و ایمان بیاورید به رسولش، اون رسولی که نبی هست. عرض کردم که رسول و نبی با هم زیاد تفاوت ندارند. بعضی ها گفتند که یکی هستند، بعضی گفتند رسول و نبی با هم نسبت عموم خصوص مطلق دارند. رسول به اون کسی گفته میشه که دارای شریعت مستقله هست و کتاب مستقل هست، مثل رسول الله صلی الله علیه وسلم، موسی، عیسی. و نبی به اون کسی گفته میشه که تابع اون رسول باشد، یعنی خودش برایش کتاب جدای نیست، اون کتاب قبلی مثل انبیاء بعد از موسی هرچی آمدند به تورات عمل کردند. لذا لقب رسول الله صلی الله علیه وسلم هر دو هست، هم رسول و هم نبیه. فآمنوا بالله و رسوله النبی الامی، اون رسول نبی امی، فضیلت اولش امی بودن هست که نخوانده همه چیز را برای شما بیان می کند. الذی یؤمن بالله و کلمته، آن نبی امی که ایمان دارد به خدا و وعده های الهی. کلمه منظور چیه؟ وعده های الهی. واتبعوه لعلکم تهتدون، او را پیروی بکنید، اون رسول نبی امی را، شاید شما بر هدایت باشید. و من قوم موسی امة یهدون، اینجا بعد از اینکه دعوت رسول الله بیان شد و گفته شد به صورت جمله معترضه، اشاره هست به بعضی از پیروان موسی علیه السلام از علماء یهود که اونها واقعا عادلند، اونها به حق ایمان آوردند، رسالت رسول الله را تصدیق کردند، مثل عبدالله ابن سلام و تلامذته. و من قوم موسی امة یهدون بالحق، مدح مؤمنین اهل کتاب از قوم موسی هستند امتی، گروهی که یهدون بالحق، به حق راهنمایی میکنند، و به یعدلون، و به حق اونها عدالت میکنند، راهنمایی میکنند به سوی حق یعنی اسلام، و عدالتشون هم به وسیله همون دین اسلام است. خلاصه ما قبل از این خواندیم که امت دعوت موسی، امت اجابت موسی علیه السلام چقدر موسی را نگران کردند، چه مراحل موسی با اونها داشت، چند مرحله را ما خواندیم. اما اینجا که خدای عزوجل اونها را در صحرای سینا مستقر کرد، ببین چه نعمتهای خدا بهشون داد. در همین صحرای سینا اونها گفتند ای موسی، ما اینجا نه خانه ای داریم، نه کاشانه ای داریم، نه اینجا درخت و سایه حسابی هست، ما اینجا چطور زیر این آفتاب تاب بیاریم؟ موسی علیه السلام التجا کرد، تمنا کرد. الله عزوجل همین قوم را با وجودی که تمنای بت پرستی کردند، با وجودی که گوساله پرستی کردند، برای اینها سایه از ابر گذاشت که این سایه همیشه بود، روزها بود که اینها ازش استفاده می کردند. و گفتند آب نیست، الله تعالی به موسی دستور داد با عصایش سنگ را بزند، سنگ را زد، 12 چشمه برای 12 تیره اونها الله تعالی جاری کرد، آبادی و آب هم آمد. و بعد اونها برای خوراکی ناراحت بودن، این همه لشکر بزرگ، غذا و خوراک نیست، چیزی نیاورده بودن. بعض موسی علیه السلام التجا کرد، الله تعالی من و سلوا را که نوع شیره بود، من بر درختان صبحها ظاهر می شد و اونها را می خوردن، بسیار مقوی. و همچنین سلوا که پرنده ای هست اندازه بلدرچین و شبیه بلدرچین، اون را الله عزوجل برای اونها مهیا کرد. صبحها بادی می وزید، صدها سلوا جلوی خانهایشون می افتاد، اینها با دست می گرفتند. لذا این همه نعمت را الله یاد می فرماید. و قطعناهم ای فرقناهم،
ما اونها را جدا جدا کردیم، گروه گروه کردیم. 12 اسباطا امما، 12 تا سبت. سبت میگویند جماعت را، تیره را 12 تیره شدند. امما که اینها 12 تا گروه بودند. و اوحینا الی موسی اذ استسقا، ما به موسی زمانی که طلب آب کرد و آب طلبید وحی کردیم. اذ استسقاه قومه، وقتی که قومش آب خواست. ان اضرب بعصاک الحجر، با عصایت همین سنگ را بزن. فانبجست منه 12 عینا. الله می فرماید که جاری شد از آن 12 تا چشمه. قد علم كل اناس مشربهم، هر یکی از مردمان مشرب و از کنم که آب سر به اصطلاح میگم، محل برداشت آب به خودشون را میدانستند. این نعمت دوم بود. نعمت سوم و ظللنا علیهم الغمام، ابرها را بر آنها سایه کردیم. نعمت چهارم و انزلنا علیهم المن والسلوى، ما نازل کردیم بر آنها من و سلوى را. من و سلوى را که هم شیره‌ای بود، من و سلوى همون بلدرچین بود. به آنها گفتیم کلو یعنی ذخیره نکنید. کلوا من طیبات ما رزقناکم، بخورید از مالهای پاکیزه‌ای که ما به شما رزق دادیم. و ما ظلمونا، الله می فرماید ما بر آنان ظلم نکردیم، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، آنها خودشون ظلم کردند. ظلمشون چی بود؟ بعضی میگن ذخیره کردند، ولی نه، اصل ظلمشون این بود که اونها چیکار خودشون غیر از این غذا دیگه غذا خواستن. به موسی علیه السلام گفتن که از خدا بخوا که برای ما غیر از این لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربک، ما خسته شدیم نمیتونیم همش یک نوع غذا بخوریم. فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها و قثائها و فومها و عدسها و بصلها. تو سوره بقره خواندید که ما حبوبات میخواهیم، ما گندم میخواهیم، ما پیاز میخواهیم، ما عدس میخواهیم، از امثال اینها محصولات زمین میخواهیم. لذا الله عزوجل میفرماید که اونها خودشون ظلم کردن، خودشون خواستند. و اذ قیل لهم اسکنوا هذه القریه، خب اینها خداوند عزوجل بهشون بخشید، بهشون داد. از اونها خدا فرمود که اهبطوا مصر فان لكم ما سألتم، پس از این به بعد ما نمیفرستیم من و سلوا، برید کناره شهری بخواهید، برید بیل بزنید، تیشه بزنید، کار بکنید و درو کنید. بالاخره رفتند ولی سرزمین شام الان برید بجنگید با قوم عمالقه تا پیروز بشید. اونها نرفتن، گفتن ما نمیتونیم بجنگیم، جنگ سخته. لذا موسی علیه السلام گفت اگر شما جنگ نکنید خداوند برای شما هیچ فرجی نمیاره. خلاصه اینها امروز و فردا کردند تا 40 سال بلا تکلیف ماندن. یتیهون فی الارض هم خواندید، در زمین اینها سرگردان بودن، بلا تکلیف بودن، تا اینکه الله عزوجل این نسل را اصلا از بین برد. موسی علیه السلام در همین زمان بلا تکلیفی هم موسی وفات کرد، قبل از اون هارون وفات کرد چند روز قبل، و بعد موسی وفات کرد،
تا اینکه این نسل همه رفت و فرزندانشون آمد. شاید یکی از دلایل این بود که اینها به صورت برده زندگی کرده بودند. زندگی اینها زندگی غلامی بود، زندگی ذلت بود، زندگی عزت نبود. کسی که زندگی ذلت داشته باشد و همش تو سریخار باشد، او انسان شهامت ندارد، مردانگی ندارد. لذا الله خواست که این نسل بره و نسل دیگه بیاد تا اون بتونه جهاد بکنه. چنانچه شد بعد از موسی علیه السلام خلیفهش یوشع پیغمبر شد. اون زمان بود که اینها جهاد کردند و عمالقه را شکست دادند. در سوره بقره خواندی تفصیلش را. و رفتن به سوی بیت المقدس. خدای عزوجل به اینها دستور داد که شما که اونجا میرید بیت المقدس، هر چی که شما بخواهید از نظر خوراکی برای شما فراوانه، ولی شما در وقت ورود با شرایط برید، با آداب خاص برید. مثلا حطتون گویان برید. حطه این شکر زبانی هست، بخشش خواستن و مغفرت خواستن است. همونطور که ما خدمت شما همون وقت عرض کردم، ما الان وقتی که میخوایم بریم به مکه مکرمه، ما لبیک گویان باید بریم. اونا حطه گویان باید میرفتن. اونا را الله فرمود در حال سجده برید. ما که بریم در حال احرام میریم، نه؟ فرمود که شما به محض اینکه وارد شهر شدید یا وارد مسجد الاقصی شدید، چون سجده را دو معنا کردن. بعضی گفتن منظور مسجد الحرام است. خب مسجد الاقصی است. وارد مسجد که شدید سجده بکنید و برید اونجا الله را سجده کنید. بعضی گفتن نه، ورودی شهر مراد است. خود تو شهر، اول شهر چطور سجده بکنند؟ یعنی متواضع برید. همینطور که ما وقتی که میریم به مکه متواضع میریم. پادشاه باشد هم لباس پادشاهی را میگذارد و لباس احرام و کفنی میپوشد. لذا الله می فرماید و اذ قیل لهم اسکنوا هذه القریه، زمانی که به آنان گفته شد سکونت کنید در این قریه. قریه اریحا مراد است، بیت المقدس. و کلوا منها حیث شئتم، و بخورید از آن هر جایی که خواستید، از ثمارش، از حبوباتش. و قولوا حطة، اما شکر زبانی داشته باشی. ای مسئلتنا حطة، خدایا ما از تو بخشش می طلبیم. وادخلوا الباب سجدا، و وارد در بیت المقدس بشید یا در مسجد الاقصی بشید در حال سجده. اگر این کارها را کردید، نغفر لکم خطیئاتکم، ما می بخشیم برای شما همه خطاهای شما را، و نه تنها فقط گناه می بخشیم. سنزید المحسنین، ما در محسنین می افزاییم. در محسنین می افزاییم، یعنی اونایی که واقعا مخلص باشند نه تنها می بخشیم بلکه اضافه اجر بهشون میدیم، اضافه پاداش و ثواب بهشون میدیم. اما اناد قوم را ببین. فبدل الذين ظلموا منهم غیر الذي قیل لهم، تبدیل کردند، جابجا کردند آنانی که ظلم کردند از آنها، به قولی و به سخنی که غیر الذی قیل لهم، غیر از اون سخنی که گفته شده بود برای اونها. مثلا به جای حته حنته گفتند، حنتتون فی شعرت. حته به معنی بخشش، حنته به معنی گندم. گندم تو خوشش هست. مسخره بود، نه؟ همان گونه که مشرکین مکه شعار ما مسلمان ها را و شعار ابراهیمی را عوض کردند. ما میگیم لبیک لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک میگیم. اونا میگفتن لا شریک لک الا شریکا تملکه و ما ملک. شریکی که دوداری فقط همون شریکی است که تو مالک او هستی و هر چی او در اختیار دارد هم تو مالکش هستی، یعنی تو به او تفویض کردی. شرک بود، نه؟ اونا هم چنین کلمه می گفتند. الله می فرماید
فارسلنا علیهم رجزا من السماء، ما بر آنان عذابی از آسمان فرستادیم، طاعون الله فرستاد. بما كانوا یظلمون، به سبب ظلمشان، به سبب آنچه که آنها ظلم کردند. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، این تمام مفاسد و خباثت های بنی اسرائیل بود در زمانهای مختلف. اینجا در این زمان، در زمان حضرت یوشع بود این کار، و این آیه که میخوانیم در زمان حضرت داود علیه السلام اتفاق افتاد. شهری بود کناره دریا به نام ایله، بین مدین و بین تور، تقریبا بین مدین که در کناره دریا واقع میشه و بین تور. این شهر ایله بود و در این شهر ایله قوم زندگی میکردند که اینها ساحل نشین بودند، در کنار دریا بودند و پیامبرشان داود بود. اینها عرض به خدمت شما که دستور داشتن در روز شنبه شکار نکنند. در بقره خواندیم، اما اینجا تفصیل بیشتری است. اونها مورد امتحان الهی واقع شدن. در روز شنبه ماهی فراوان بود، کارشون ماهی گیری بود. روزی که شنبه نبود اصلا ماهی پیدا نمی شد، لذا اینها از حیله کار بردند و حوضچه های نزدیک دریا درست کردند و روز شنبه جویی که به حوضچه منتهی می شد باز می کردند و آب می رفت داخل حوضچه و ماهی هم می رفت با اونها، باز می بستند. روزش یک شنبه، دوشنبه، روزهای بعد اون ماهی ها را از تو حوضچه ها شکار می کردند. با این حیله اون عهد را شکستند. 3 گروه شدند. یک گروهی که این عمل را مرتکب می شد، یک گروهی دیگه می گفت آقا بذار اینها را، اینا را خدا زده، اینا را خدا هلاک کرده، اینا را کار داشته نباش. اما گروه سوم امر به معروف و نهی از منکر می کرد. گفتن نه، ما به وظیفه خودمون عمل می کنیم. الله عزوجل آخر تبدیل کرد اینها را به قرده، به میمون، و بعد از 3 روز اونها را از بین برد و کشت. الله می فرماید واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، سؤال کن این بنی اسرائیل موجود را از اون قریه یعنی ایله، التي كانت حاضرة البحر، بود نزدیک ساحل دریا. اذ یعدون فی السبت، زمانی که آنها در روز شنبه تعدی کردند. اذ تأتیهم حیتانهم، به دلیل اینکه می آمد پیش آنها ماهی هایشان، یوم سبتهم، روز شنبهشان، شرعا، شرعا یعنی سر آب، روی آب، علی وجه الماء. و یوم لا یسبتون لا تأتیهم، روزی که شنبه نبود، ماهی نمی آمد. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، الله می فرماید این گونه ما اونها را امتحان میکنیم. این علت است، بما كانوا يفسقون، به سبب اینکه اونها فسق کردند. كذلك و لذلك، به همین علت. و اذ قالت امة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم، این جماعت مستقل بود، همون بود که اونا گفتن واعظ نکنید اینها را. وقتی که گفت گروهی از آنها لم تعظون قوما، چرا شما واعظ میکنی قومی را که الله مهلکم، خدا اینها را هلاک میکنه، خدا زده هستند. او معذبهم عذابا شدیدا، یا خدا اونها را عذاب میده عذاب شدید. قالوا معذرة الى ربكم، اونها گفتن به منظور معذرت پیش ربتان، یعنی فردا ما عذری داشته باشیم، میدانیم که اینها حرف ما را قبول نمی کنند، اما فردا خدای عزوجل اگر از ما بپرسد
که چرا شما به وظیفهتون عمل نکردید، ما بگیم خدایا ما عمل کردیم، به خاطر اینکه عذری داشته باشیم. این نکته خیلی مهم است. گاهی ما افرادی را میبینیم که این افراد نیاز به تبلیغ دارند ولی مایوس هستیم، میگیم اینا اصلا گوش نمی کنند، میگیم که فایده نداره ما اینجا برای اونها تبلیغ بکنیم. حداقل فایدهش اینه، حداقل فایدهش اینه که ما پیش ربمون عذری داشته باشیم. خدای ما گفتیم، از گردن خودمون ادا کردیم. گاهی در کشوری زندگی میکنیم که در اون کشور بی‌عدالتی هست، نابرابری هست، نسبت به یک قشر ظلم هست، مثلا نسبت به یک گروه ظلم هست. بعضی از مفاسد را میبینیم، بعضی از مظالم را میبینیم، بعضی رانتخاری ها را میبینیم. وظیفه ماست، شاید کسی گوش نکند، وظیفه ماست به اونهایی که در رأس هستند، به اونهایی که ادعاهای کلان دارند، به اونها بنویسیم، برای اونها بنویسیم که آقا اینجا داره این ظلم صورت میگیره، این جنایت داره صورت میگیره. خب کسی بگه که کی گوش به حرف شماست، بازم معذرتا الی ربکم. خیلی من لذت بردم، زمانی بود در رابطه با یکی از مسائل حضرت شیخ نامه نوشتن به مرکز. خیلی از علما گفتند که اینها توجه نمی کنن، شما 100 تا از این نامه ها بنویس. مولانا فرمود که ما به توجه اونها کار نداریم، ما وظیفه خودمون را داریم انجام میدیم. وظیفه ما اینه مشکلات را برسانیم، مظالم را و مفاسد را باید برسانیم. اونا اصلاح میکنند یا نمیکنند، فردا خدا از ما نپرسه که شما چرا نگفتید، شما مسئول بودید، شما مطلع بودید، شما چرا هیچ کاری در راستای اصلاح از خودتون هیچ حرکتی نشان ندادید. حداقل حرکت همینه که ما به اونهایی که مسئولیم، به اونهایی که این امر متوجه اون هست بنویسیم آقا اینجا این فساد داره انجام میگیره، اینجا این ظلم داره انجام بگیره، جلوش را بگیر. نگرفت به گردن او، ولی ما باید کار خودمون را انجام بدیم. ببینید اینها یقین داشتن که این ملت گوش به حرف نیست. وقتی که اون گروه مستقل به اونها گفت شما چرا این قوم را میخواهید موعظه بکنید که خدا اینها را هلاک میکند، خدا اینها را عذاب میده. قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون، به منظور عذرخواهی پیش رب، و دوم ولعلهم يتقون، شاید 1% احتمال است این سخن شما اثری داشته باشد، شاید اونها تقوا پیشه بگیرند، شاید از رب بترسند. خب پس از این آیات ما فهمیدیم اصحاب ایله 3 گروه شدند، 3 جماعت شدند. قرطبی جالب نوشته قال جمهور المفسرین ان بنی اسرائیل افترقت 3 فرق. این بنی اسرائیلی که در ایله بود 3 گروه شدند. فرقه عصت، یک گروه نافرمانی کرد، و صادت، شکار کرد، و فرقه نهت و اعتزلت، گروه دیگر اونها را بازداشت نکن و خودشون یک گوشه رفتن. و فرقه اعتزلت و لم تنها و لم تعصی، گروه سوم همین گروه مستقل گوشگیری کردند، نه اونها را منع کردند و نه خودشون مرتکب شدند، گناه کردند. و ان هذه الفرقه قالت للناهیه لما تعظون قوما الله مهلكهم، این گروه سوم به اون گروه ناهیه گفت که شما چرا اینها را جلوگیری میکنید؟ اونا گفتن دیگه ما معذرت داشته باشه پیش رب. الله که هلاک کرد، قول صحیح همینه که همون قوم را هلاک کرد، همونی که مرتکب می شدن یک گروه را. فلما نسوا ما ذکروا به، الله می فرماید زمانی که آنها فراموش کردند، یعنی ترک کردند. گفتم خدمت شما دیروزم گفتم در بسیاری جاها نسیان ذکر میشه، مراد
حاصل نسیان. حاصل نسیان چیه؟ ترک هست. فلما نسو، زمانی که ترک کردند، ما ذکروا بهی، آنچه که پند داده شدند به وسیله آن، یعنی تبلیغ اونها را ترک کردند، عمل نکردند. انجینا الذین ینهون عن السوء، ما نجات دادیم آنهایی را که باز می داشتند از سوء، از کار بد. و اخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا یفسقون، و ما مؤاخذه کردیم آنهایی را که ظلم کردند، بعذاب بئیس، بعذاب بدی، بما كانوا یفسقون، به سبب آنچه که اینها چی میکردند؟ فسق میکردند. فلما عتوا عما نهوا عن، این تفسیر فلما نسوا است. وقتی که اینها سرکشی کردند، تمرد کرد از آنچه که باز داشته شدند، عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئین، ما به اونها گفتیم که کونوا قردة خاسئین، شما تبدیل بشید به میمونهای ذلیل، میمونهای پست. الله عزوجل اونها را تبدیل به میمون کرد. و اذ تأذن ربک لیبعثن علیهم الی یوم القیامه، این تخویف دنیوی هست. الله عزوجل اعلام کرد به بنی اسرائیل. شما در تمام این سوره ها خواندید که خداوند عزوجل چقدر احسان کرد به این قوم، و این قوم چقدر ناسپاس و ناشاکر و نمک نشناس بود. در هر دوراهی اینها نافرمانی کردند، در هر جا اینها تمرد کردند. خدای عزوجل به اونها اعلام کرد که ای بنی اسرائیل، به خاطر این سرکشی ها تا روز قیامت شما زیر دستید، تا روز قیامت شما ذلیلید. شما باید جیرخوار دیگران باشید، از خود استقلالی ندارید. و اذ تأذن ربک لیبعثن علیهم، زمانی که اعلام کرد پروردگار تو، لیبعثن بنویسی به واسطه انبیا، به واسطه انبیا به اینها اعلام کرد، لیبعثن علیهم الی یوم القیامه، البته حتما مبعوث می کند، بر اونها مسلط می کند تا روز قیامت، من یسومهم سوء العذاب، کسانی را که بچشانند به بنی اسرائیل عذاب بد، قتل و اسر و جزیه و امثال. چرا؟ ان ربک لسریع العقاب، همانا پروردگار تو زود عقاب و عذاب میده. و انه لغفور رحیم، لسریع العقاب مثل لمن عصا، هر کسی او را نافرمانی کند. و انه لغفور رحیم لمن اطاعه، هر کسی از او اطاعت کند. و قطعناهم فی الارض امما، حالت سلف یهود، گذشتگان یهود، الله که وعده کرده بود وعده محقق شد. ما اینها را در زمین جماعتهای متفرقی درست کردیم، گروه گروه شدند، تکه پاره شدند. منهم الصالحون، بعضی از اونها صالحون بودند، و منهم دون ذلك، بعضی ها غیر از صالحین بودند، صالح نبودند، طالح بودند، بد بودند، فاسد بودند. و بلوناهم بالحسنات والسیئات، ما آنها را آزمودیم با حسنات و سیئات، با نعمتها، حسنات نعمتها، آبادی، راحت، و سیئات نقمت، عذاب، مصیبت، شکنجه. در طول تاریخ اونقدر که اسرائیلی کشته شده، اونقدر که بر یهودی ها ظلم شده، اونقدر که در حتی گذشته نزدیک نازی ها از یهودی ها کشتند و اینها را تار و مار کردند و اینها را به صورت دست جمعی به کام مرگ فرستادند، بر هیچ قومی نبوده. لذا لعلهم یرجعون، انواع مصائب آوردیم، هم خصب و راحت آوردیم، هم نقم و
عذاب آوردین شاید برگردند. اما این بر سلفشون بود. خلف چه درسی گرفتند؟ جانشینان اونها چه یاد گرفتند؟ چه عبرتی گرفتند؟ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب. جانشین شد بعد از اونها جانشینانی که وارث کتاب شدند. یأخذون عرض هذا الادنی، آنها میگیرند کالای این ادنا، این بی ارزش را، یعنی دنیا. منظور از کالا چی هست؟ ای ما یأخذونه من الرشا فی الحکومات، رشوهایی که اینها در حکومت ها می گرفتند. رشوه می گرفتند، پول می گرفتند در حکومت ها و دین می فروختند. و یقولون سیغفر لنا. این مرض اول بود، دین فروشی. مرض دوم بیباکی و لاپرواهی. خیلی خطرناکه انسان دینش را بفروشه بعدا بیباک باشه، لاپروا باشه. و می گفتن سیغفر لنا، ان قریب ما بخشیده میشیم. الله می فرماید چرا بخشیده میشیم؟ لان ابناء الله و احباؤه. در جای دیگه آمده نه، ما فرزندان خداییم، ما محبوبان خداییم، دوستان خداییم. الله می فرماید و این یأتهم عرض مثله یأخذوه. اگر کالای پولی مثل آن بیاید می گرفتند. الله می فرماید آیا نباید اینها نباید اینطور نمی کردند مگر در تورات از اینها پیمان گرفته نشده؟ الم یؤخذ علیهم میثاق الکتاب. آیا بل از اینها میثاق گرفته نشده بود در کتاب؟ لم یؤخذ علیهم، بر آنان این میثاق نبود در کتاب که چی؟ الله یقولوا علی الله الا الحق، این که بر الله نگویند مگر حق بگویند، دروغ نگویند. اینا همه دروغند که خدا ما را نمی سوزاند، خدا ما را دوست دارد و درباره خدا چیزهایی می گفتند. و درسوا ما فی، آنچه که در کتاب بود یاد گرفتند. آیا اینها نمیدونستند که والدار الآخرة خیر للذین یتقون، دار آخرت، جهان آخرت بهتر است برای متقیان. اونهایی که متقی و با تقوا باشن واقعا جهان آخرت برایشون بهتر. افلا تعقلون، آیا از عقلتون کار نمیگیرید ای یهودی ها؟ والذین یمسکون بالکتاب و اقاموا الصلاة، بشارت است. الله می فرماید کسانی که تمسک می جویند به کتاب، یعنی به تورات عمل می کنند و نماز را برپا می دارند یا به قرآن عمل می کنند، اینها انا لا نضیع اجر المصلحین، ما اجر چنان انسانهای مصلح را ضایع نمی کنیم، اینها به اجر و پاداش خودشون میرسند. و اذ نتقنا الجبل، اونجا اشاره به واقعی دیگر است که انشاءالله فردا